نداء الحق صوت قد شجاني وبلغ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از این برنامه شما عزیزان. تماس مستقیم منبری است آزاد برای عزیزانی که میخواهند با ما درد دل کنند، صحبت‌هاشون، سوالاتشون و شبهاتی اگر وجود داشته باشه، حتی انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان رو در این برنامه با هم میشنویم. شروع میکنیم این برنامه رو با یاد الله سبحانه و تعالی و درود و سلام بر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. و تماس این برنامه هم از طریق تماس مستقیم و همچنین از طریق واتساپ عزیزان می توانند در این برنامه شرکت بکنند و لازم یادآوری است که این برنامه هم در صفحه فارسی و هم در صفحه تاجیکی همزمان پخش میشه عزیزان. و دوستانی که در طی هفته‌های گذشته سوالاتی رو برای ما فرستاده بودن از طریق واتساپ، مطمئن باشن که سوالات شما رو حتما به یاری الله سبحانه و تعالی سعی میکنیم که پاسخ بدهیم. اما گاهی اوقات به خاطر تراکم سوالات و تماس‌های شما عزیزان شاید دیرتر، شاید هفته ها و حتی بعضا بیشتر از یک ماه هم طول بکشه، اما خاطرتون جمع باشه که به هیچ وجه سوالاتتون رو ان شاء الله تا حد توان بی پاسخ نخواهیم گذاشت. و در برنامه امروز هم سوالات زیادی داریم که از طریق واتساپ برای ما عزیزان فرستادن. ان شاء الله به این سوالات پاسخ خواهیم داد. دوستان عزیزی که این برنامه رو میبینن، این رو یادآوری کنم که نشر این برنامه در صفحات مختلف به معنای این است که شما هم در اجر و پاداش این دعوت با ما شریک هستید و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که الدال علی الخیر کفاعله، کسی که راهنمایی میکنه مردم رو به یک کار خیری مانند کسی است که این کار خیر رو انجام داده و الله سبحانه و تعالی از ثواب اون شخصی که این عمل رو انجام میده کم نمیکنه. یعنی همون اجر و پاداشی رو که شما فقط با یک پخش و نشر کردن یک مطلب، نه تنها برنامه ما، هر برنامه دینی که از علما و دعوتگرانی که قابل اعتماد هستند رو شما میگیرید در وسایل ارتباط جمعی، در سوشال میدیا پخش میکنید، همان اندازه‌ای که گوینده این مطلب اجر و پاداش میگیره، شما هم از اجر و پاداش بی‌نصیب نخواهید بود. خب عزیزان، تا برقراری تماس‌های شما عزیزان میریم سراغ سوالاتی که دوستان عزیز ما فرستادند. عزیز نوشتن: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال حفظتان بکند. لطفاً از حقوق زن بر مرد و حق مرد بر زن صحبت کنید، ممنون میشم. ببینید دوستان عزیز و بزرگوار، در قرآن و سنت در مورد حقوق متقابل همه موجودات، انسان‌ها و حتی فراتر از این حقوق متقابل بین انبیا و رسول و انسان‌ها و حقوقی که بین بنده و پروردگارش هست مفصل صحبت شده و این حقوق بیان شده. همه چیز حق و حقوقی داره که ما باید محترم بشماریم، خاصتا زن و شوهر که در یک زندگی مشترک در بین همدیگر قرار دارن
باید حق و حقوق همدیگر رو مراعات بکنن. حق و حقوق رو ما باید قبل از این که ازدواج میکنیم در نظر بگیریم در انتخاب همسر، هم برای یک دختر مسلمان و هم برای یک پسر مسلمانی که میخواد ازدواج بکند و یا هر زن و مردی که میخوان ازدواج بکنن. باید در اختیار همسر مناسب سعی و تلاش بکنن و بزرگترین مسئله‌ای که باید در نظر گرفته بشه مسئله دینداری است. امکان داره شما با یک مرد پولدار یا با یک زن پولدار ازدواج کنید، اما این پول ابدی و دائمی نیست، شاید یک زمانی از بین بره. امکان داره که با یک کسی صاحب منصب به خاطر منصبش ازدواج کنید، اما این امکان داره که این منصب رو از دست بده. اما دین مسئله ای است که هم در او فلاح و رستگاری در دنیا هست و هم در آخرت. نخستین مسئله حقوقی که مطرح میشه بین زن و شوهر این است که باید به عهد و پیمانی که قبل از ازدواج و در اثناء نکاح با هم میبندند پایدار بمونن. الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنان به پیمانهایتان به وعده هایتان عمل بکنید. و همچنین ازدواج رو یک پیمان بسیار محکم و استوار نامیده و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، و از شما یک میثاق، یک پیمان محکم و استوار گرفتیم. یعنی نگاه ما به ازدواج باید یک نگاهی باشه که یک پیوند ناگسستنی، یک پیوند استوار، یک پیوند محکم بین زن شوهر وجود داره. و همچنین در مورد حقوق، همان حقوقی رو که مرد داره همان حقوق رو زن داره. چون در این دور زمان خیلی مردم در مورد حقوق زن صحبت میکنن. الله سبحانه و تعالی بیش از 1400 سال پیش در قرآن کریم میفرماید ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم. و برای زنها هم همان حق و حقوقی است که برای مردها وجود داره. یعنی هر دو طرف در مقابل هم دیگر باید حق و حقوق خودشون رو محترم بشمارن و اینکه وللرجال علیهن درجه و برای مردها یک درجه داده شده بر آنها، یعنی بر زنها، این به خاطر زحمتی است که مردها میکشن و مسئولیت هایی که در دین مبین اسلام دارن. به طور مثال لباس، مسکن، نفقه، خورد و خوراک، همه اینا به دوش مرد هست. بعضیا در جامعه غربی زندگی میکنن، با اون دیدی که در جامعه غربی دارن به این آیات مینگرن، میگن ببینید گفته که مردها بر زنها برتری دارن. اینجا مسئله برتری نیست، اینجا مسئله مسئولیت است. درجه‌ای که در اینجا ذکر میشه اینجا مسئله مسئولیت است. یک مرد هر چقدر مرد خوب باشه، خوش اخلاق باشه، خوش برخورد باشه، همه حقوق زنش رو برآورده بکنه، همون نفقه بهش نده، از نگاه شرع اسلام این یک مردی است که در حقوق همسر خودش کوتاهی کرده و حتی اگر همسرش بر اساس همین مطلب به دادگاه اسلامی شکایت بکنه، نکاح او رو فسخ میکنه دادگاه. بر صورت حقوق زیادی دارن، مسئله دین، مسئله امر به معروف و نهی از منکر که هم زن و هم مرد باید همدیگر رو امر به معروف و نهی از منکر بکنن، اما با لطف و با اخلاق. به همدیگر گوش بدن، هم مرد به زن و هم زن به مرد. گاهی اوقات زنها شاید فرصتی رو پیدا نمی کنن که درد دلشون رو یا اون مسائلی که در دلشون نهفته است اون رو به مردها بگن و تراکم این مسائل سبب میشه که در زندگی مشکل ایجاد بشه. صداقت، امانتداری و برآورده کردن احتیاجات همدیگر. احتیاجات تنها لباس و غذا و مسکن نیست، حتی دین مبین اسلام به احتیاجات جنسی هر دو طرف احترام میگذاره و این رو جزء حقوق قرار داده. یک مرد باید احتیاجات جنسی همسرش رو و همچنین یک زن باید احتیاجات جنسی همسرش رو برآورده بکنه. خیلی از مشکلاتی که در خانواده خاصتا در این عصر زمانی که یک مرد از خانه خارج میشه و تا محل کارش میره و تا برمیگرده شاید هزاران زنی که با انواع لباسها و با مناظر شهوت انگیز سر راه او سبز میشن، چه در محل کار چه در کوچه و بازار،
وقتی که برمیگرده خونش، خب طبیعتا این یک فطرتی است که الله متعال در وجود بشر قرار داده. وقتی که نیازش رو همسرش نمیتونه برآورده بکنه یا نمیخواد برآورده بکنه یا در برآورده کردنش کوتاهی میکنه، اینها سبب میشه که مشکلات در جامعه، در خانواده ایجاد بشه. گاهی اوقات بعضی از بهانه‌گیری ها، بد اخلاقی ها رو ما ریشه یابی نمی کنیم. اگر درست ریشه یابی بشه، اینا برمیگرده به همین کوتاهی هایی که در زندگی رخ میده. یا بعضی از مردها به نیازهای جنسی همسرشان توجه نمی کنن. بعضی از مردها اینطوری فکر میکنن که اصلا زن نیاز جنسی نداره، هر موقعی که من خواستم با او هم بستر میشم، موقعی که نخواستم هیچی، اون باید صبر بکنه. نه، اینطوری نیست. همونطوری که تو گاهی اوقات نیاز داری و بیقرار میشی و احساس میکنی که هر طوری شده باید شهوتت رو ارضا بکنی، زنها هم حین همین رو دارن و حتی چه از نگاه شرعی و چه از نگاه علمی در بعضی از موارد این خواسته های جنسی زنها شاید خیلی به مراتب بیشتر و چند برابر از مردها باشه که کوتاهی در این زمینه هم سبب چی میشه؟ سبب بروز اختلافات و مشکلات در خانه و خانواده میشه. شاید یک زن مؤمن، یک زن مسلمان نره دست به فحشا و فساد نزنه، اما کتم این موضوع و فرو بردن این موضوع و برآورده نشدن نیازهای جنسیش روی اعصابش، روح روانش و رفتارش در خانه تاثیر میگذاره. روایت است که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه شبی از کوچه‌های مدینه میگذشتند به خاطر تفتیش مشکلات مردم. صدایی از یک خانه شنیدن که بانوی شعری میخواند که اگر ترس الله نمی بود امشب با یک مرد بیگانه مثلا در این خانه فلان میکردم و این تخت میلرزید و فلان. وقتی این رو شنیدن در زدن، از خدا بترس ای خواهر، تو چی داری میگی؟ گفت یا امیرالمومنین چیکار کنم، اشتیاق و شوق همسرم به سرم زده و مدت هاست که از من دور است. همسرت کجاست؟ گفت شما رو به جهاد فرستادید. خب چند ماه میشه رفته؟ گفت بیش از 1 سال میشه. حضرت عمر برمیگردن پیش دخترشون حفصه رضی الله تعالی عنها، پیرزنی هست، از او میپرسن که یک زن چقدر میتونه دوری همسرش رو تحمل بکنه؟ ایشون فرمودن که نهایتش 4 ماه. بعد از اون امر کردن که هیچ مجاهدی بیشتر از 4 ماه در جهاد و در سنگر نمانه. 4 ماه که تمام شد، مثل یک دوره سربازی، 4 ماه که تمام شد برگرده پیش خانوادش. این نشان میده که مسائل جنسی اهمیت داره و این نیاز جنسی یک فطرتی است که زین للناس حب الشهوات، الله متعال برای انسانها زیب و زینت وجودشان گردانیده است، خواست شهوت رو و نیاز جنسی رو، و هر دو طرف باید در این زمینه حقوق همدیگر رو مراعات بکنن و حتی تفاهم و توجه به همدیگر یکی از مطالبی است که دین مبین اسلام همیشه بهش اهمیت داده. مثلا در حدیث ما می‌بینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که جایز نیست برای یک زن مسلمان که در خانه روزه بگیره و همسرش در کنارش باشه. ببینید روزه نفلی یک عملی از خیلی اجر و پاداش داره. الله سبحانه و تعالی زن مسلمان را از این عمل بزرگ معاف میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در کنارش وقتی که همسرش باشه شاید نیاز داشته باشه، شاید عملی انجام بده که روزه او خدشه‌دار بشه. به خاطر همین میگه وقتی که همسرت در خانه در کنارت هست روزه حتی نگیر. حالا یکی مثلا همسرش روز یک شنبه تعطیل است اومده خونه، آج خانم دیگه تقواش گل کرده، روزه گرفته، دیگه اعصابش هم خورد، همه چیز داره به هم میزنه. نباید اینطوری باشه. به خاطر همین این گونه مسائل باید با تفاهم و همکاری صورت بگیره. از جمله حقوق زن این است که نفقش رو باید به طور کامل و شامل بالمعروف پرداخت بشه، حق میراثش پرداخت بشه. این نباشه که حق میراثش رو بخورن یا کسانی که همسرشون پولدار هست یا حقوق داره بدون اجازه و بدون رضایت او در مالش و در حقوقش و در پولش تصرف بکنن. اینها جزء حقوق شخصی است که و حدودی است که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حتی شما اگر یک قران از اموال همسرتون رو
یعنی زنتون رو بدون اجازه او خرج میکنید، این برای شما حرام است. و اگر او میلیاردر باشه و شما هیچی هم نداشته باشید و کارگر باشید، بر شما لازم است که نفقه او رو بدید و حق ندارید که از پول دارایی او استفاده بکنید. بر صورت این مسائل مهمی است که باید در نظر گرفته بشه در مورد حقوق بین زن و شوهر. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت خوب هستید؟ سلامت بخیر. سلامت باشید، تشکر از شما. سلامتون بخیر باشه. منصوریست در این وقتی که در فیسبوک یا در یوتیوب میباشیم برنامه شما رو تنظیم میکنیم و یک موضوعی که دارم یک سری پیدیدار رو اگر اجازه باشه من بگویم. بفرمایید. منصوریست من پیام مهمی است که شما بیشتر از گذشته ها امروز خیلی نیاز به وحدت، به همدلی، به این مسائل داریم و خصوصا که کشورهای اسلامی زیر ظلم و طغیان ابرقدرت‌های بزرگ مانند اسرائیل و آمریکاست. اما من بیشتر اوقات من خودم میبینم، من سالیسه بوجه که آدم فهمیده هستیم، اما بیشتر روی مسائل من صحبت میکنیم که بیشتر مسائل اختلافی هست. یعنی بیش از این که مسلمان ها را به هم نزدیک بسازه، مسلمان ها را از هم دور میسازه زیر نام های مختلفی که امروز در دنیا وجود دارد. اما در برنامه‌تون بسیار کم به مسائل از این که اسرائیل با غزه چه میکنه، اسرائیل یک دشمن است، آمریکا یک دشمن است، این بسیار کم به این موضوع شما میپردازید. من نمیدونم که چرا ذهنیت این گونه است که ما دشمنی اصلی ما را فراموش کردیم، آمدیم و موقعی نشستیم که لااقل ما ظاهرا میگیم ما مسلمان هستیم. درست. بفرمایید. بعد نظر منصوری سوی است که بیشتر از اینکه ما از برنامه‌های تلویزیونی برای متفرق شدن یا توهین کردن مسلمان ها استفاده بکنیم، چه خوب است که همین نیرو و توان ماندن بیشتر به کار ببریم روی این مسائلی که دشمنی اصلی ما کیست، امروز در غزه چه جریان داره، در سوریه چه جریان داره و در کشورهای اسلامی دیگر چه جریان داره. ما بیم روی این مسائل بیشتر فوکس داشته باشیم، تمرکز کامل داشته باشیم و جوانان امروزی را بیدار بکنیم نسبت به دشمنانمان. من فکر من باورم این است که ما بیشتر روی این مسائل بپردازیم بهتر است. تشکر از شما برادر عزیز. تکرار نکنیم صحبت ها رو. در مورد این که شما فرمودید ما بیایم سر مشکلات امت اسلامی صحبت بکنیم، من 100% با شما موافق هستم. امی الان در یوتیوب من پست کردم اینجا پلیلیست برنامه‌ای که ما در مورد فلسطین داشتیم. در طی 2 سال گذشته بیش از 90 قسمت ما برنامه در مورد فلسطین داشتیم و در مورد شیعه شاید کلاً 4 یا 5 برنامه در 2 سال اخیر ما در مورد شیعه داشتیم. 4 یا 5 برنامه. یک لحظه برادر عزیز، یک لحظه ببینید، یک لحظه شما یک شعبه بحث با همین توضیح شما شروع بکنید. من نظر منصوری سوی است که بسیار با کارهایی که اهل تشیع انجام میدن من موافق نیستم. بسیار واقعیتش ما وقتی اینا را توهینشون رو میبینم، تحقیرشون رو میبینم نسبت به صحابه کرام، ازواج مطهرات، ما واقعیتش خیلی حالم درگون میشه. واقعیت باعث مسلمان، باعث کسی که اهل تسنن هستم، باعث کسی که حنفی هستم خیلی سریع واقعیت بد تاثیر میگذارم. اما پرسش که از ما باعث یک دعوتگر و کسی که بیشتر سوال بکنید به شرط اینکه اجازه بدید که من تا پایان جوابم رو منعقد بکنم. یعنی شما یک سوال پرسیدید. سوال می است که من میخوام بگم که آیا اختلاف بیش از حد با اهل تشیع که ما شب و روز مثلا اونا علیه ما مثلا چی بکنن ضدیت داشته باشیم و این برنامه رو تبلیغ بکنن و ما علیه اونها، آیا با این وضعیت نتیجه چی میشه بالاخره؟ ما با کدام تعامل میشیم؟ آیا این
این مصروفیت دو طرفه باعث نمیشه که ما دشمنان واقعی و اصلی خودمان را که دنیای کفر است فراموش بکنیم. باشه چشم. الان اجازه بدید پاسخ بدم به شما. درست. ببینید برادر عزیز، شما فرمودید که برنامه شما بیشتر جنبه اختلاف افکنی و مسائل شیعه و سنی و اینا داره، در حالی که من در 2 سال اخیر خدمت شما عرض کردم پلیلیستش هم گذاشتم در کامنت ها که ما در مورد فلسطین بیش از 90 قسمت برنامه داشتیم، کلا در مورد مسائل شیعه و سنی، اونم بنابر ضرورت. یعنی همیشه شما اگر برنامه من رو دیده باشید و دوستانی که برنامه ما رو دنبال میکنن اگر کلیپی یا مطلبی یا سندی از کتب شیعه که به اون اهمیت میدن، ایمان دارن، عمل میکنن و بیان میکنن رو ما گذاشتیم و اونم مستند از کتابهاشون و از کانالهاشون پخش کردیم. مثلا در طی 3 ماه گذشته تنها من 1 برنامه رفتم در مورد مسائل شیعه و سنی، بعد از اون که در تلویزیون رسمی ایران شخصی آمد در یک برنامه زنده به سیدنا ابوبکر صدیق لعن و نفرین کرد و در تلویزیون رسمی و ما اون کلیپ رو پخش کردیم و در مورد صحابه صحبت کردیم. دوست عزیز، در مورد سوریه شاید ما بیش از 100 تا برنامه رفته باشیم. از روز اولی که تظاهرات مسالمت آمیز در سوریه شروع شد از سال 2010 که ما شروع کردیم برنامه در مورد سوریه، شاید بیش از 150 قسمت برنامه رفتیم. در مورد مصر از روزی که تظاهرات و انقلاب بر علیه حکومت مشروع مرسی رحمت الله علیه در مصر شروع شد، ما 10 ها برنامه زنده، حتی پخش زنده از رابعه ادویه داشتیم در موقعی که مردم در اونجا تجمع کرده بودن. ما همیشه در مشکلات امت اسلامی اولین کانالی بودیم، اگر اولین کانال نبودیم یعنی در صدر کانال هایی بودیم که به این موارد پرداختیم و از حق دفاع کردیم. اما دوست عزیز، این منصفانه نیست که طرف مقابل میاد به صحابه توهین میکنه، به بزرگان ما توهین میکنه، به ائمه ما توهین میکنه، به مادر مؤمنان توهین میکنه، بعد من به خاطر اینکه اختلاف بین امت اسلامی نیفته من سکوت بکنم. دفاع من از صحابه و از مقدسات دین اختلاف افکنی است، توهین و فحاشی و لعن طرف مقابل عین وحدت است. این دیگه انصاف نیست برادر عزیز. و این رو یقین بدانید، شبکه کلمه، شبکه توحید، شبکه وصال، شبکه نور، 4 تا شبکه اهل سنت که از حدود 15 سال به این طرف تأسیس شدن و فعالیت میکنن، در مقابل 128 کانال ایرانی که به زبانهای مختلف و بیش از 90% به زبان فارسی و 24 ساعت بر علیه مقدسات اهل سنت صحبت کردن. بعد از اون که اونها شروع کردن ما همیشه در مقام دفاع بودیم. من از شما مثلا 1 سوال میپرسم و حاضرم که این تحدی و چالش رو قبول بکنم. شما 1 برنامه ما رو بیارید که حالت هجومی داشته باشه، که یعنی ما اومده باشیم به شیعه هجوم کرده باشیم، شیعه رو مورد نقد قرار داده باشیم. برعکس همه برنامه‌های ما حالت دفاعی داشته. مطلبی که اونها بر علیه شبهاتی که بر علیه صحابه، اصحاب پیامبر و امات المؤمنین بیان کردن یا بر علیه اهل سنت، ما اونا رو آوردیم و پاسخ دادیم و دفاع کردیم. وانگهی وحدت کی برگزار میشه در بین امت اسلامی؟ تا وحدت کلمه نباشه، تا وحدت قلبی نباشه، تا وحدت روحی نباشه، تا وحدت ایمانی نباشه، تا وحدت اعتقادی نباشه، هیچ وقت وحدت بین امت اسلامی ایجاد نمیشه. ما صحابه رو داشتیم که در میدان غزوات بر علیه پدر، برادر، عمو، دایی خودشون شمشیر کشیدن. چرا؟ چون دین، قرآن، سنت، اعتقاد براشون مهمتر از همه چیز بود. این وحدت و انما المؤمنون اخوه که وقتی الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه، این اخوت و برادری وقتی ایجاد میشه که ما در ایمانمون، در تقوامون، در پرهیزگاریمون، در عباداتمون، در اعتقاداتمون با هم متحد باشیم. وحدت به زبان، مثلا الان ایران بیش از 45 سال میشه که هفته وحدت برگزار میکنه، از 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول. نتیجه وحدتی که ایران اعلان کرده در 45 سال چی بوده؟ غیر از شیعه کشی، غیر از سنی کشی، غیر از عداوت و دشمنی بین شیعه و سنی، مگر نتیجه دیگری داشته است؟ انصاری صاحب بفرمایید. توضیحتان بسیار عالی بود و قد ما یک چیز باید بگویم که ما احساس دارم
احساسم برای ما قابل قدر است. من در ابتدا که بهش که سوال بکنم یا گپ بگویم، من گفتم که توهین های از اینا بین خودی من بسیار قلب خدشه‌دار کردم. گاهی اوقات مدام کابل در افغانستان ما با اینا روبرو میشم، با وقت اون توهین اون مردم که وقتی میبینم، حتی این برادران ما که در کابل هستن با توهینی از اینا ما نشدیم، حتی اینا سر آدم بد میخوره به خاطر اینکه اون ذهنیت در انسان تداعی میشن. اما که من سوالی من انصاری سه بزرگواری بود که من گفتم راه حل چی هست؟ ما مثلا ما در ایران دو عالم بسیار سرشناس و بزرگی را داریم، بسیار چهرهای مدرسه، شیخ محمد صالح بردول، مولانا عبدالحمید. آیا نمیشه که با اینها شما گفتگو بکنید و این موضوعات از طریق بسیار مسالمت آمیز و با گفتگو و دیالوگ حل شود، یک تفاهم رسیده شود بین اهل تشیع و اهل تسنن که دو طرف با هم توهین و تأخیر نداشته باشند؟ درست باشه، چشم. در این موردم صحبت میکنم. حرف دیگری هم دارید؟ نه، سلامت بفرمایید. تشکر شما. خدا نگهدارتون. ببینید برادر عزیز، اگر مسائل توهین و اهانت این باشه که مثلا به طور مثال فرض کنیم شما شیعه من سنی، من و شما با هم دیگه مشکلات شخصی داریم، من به شما توهین میکنم، شما به من توهین میکنید، مولانا عبدالحمید یا شیخ صالح پردر حفظهم الله میان یکی از اینها بین من و شما میانجی میشن، میگن آقای فلانی شما به محمد انصاری توهین نکن، بعد به من میگن که آقای انصاری شما به این شخص توهین نکن، من میگم چشم، شما میگین چشم، خلاص تمام شد رفت، ما دو تا هم دیگر رو در آغوش میگیریم، بس سلام نام تمام. اما مسئله اینطوری نیست برادر عزیز، ما نباید سطحی نگر باشیم. مسئله عمق فاجعه در دین است، در کتب است، در مراجع است. به طور مثال شما هیچ عالم دین شیعه رو پیدا نمی کنید که به اهل سنت و به خلفای راشدین توهین نکرده باشه. مثلا در همین جامعه افغانستان ما آیت الله محسنی رو داشتیم. آیت الله محسنی، حتی مادر من الله متعال حفظش بکنه خیلی متاثر بود از ایشون، همیشه وقتی سخنرانی میکرد حرفای ایشون رو میشنید، گوش میکرد، بعد گاهی اوقات منو صدا میکرد، میگفت پسرم بیا نگاه کن ببین چه عجب شیعه خوبی هستین. میگفتم مادر تو اینو نمیشناسی، اینا یک مرضی دارن به اسم تقیه که میگن که 19 دین تقیه 9 دین است. اینا عقیدهشون رو پنهان میکنن و آنچه که ظاهر میکنن غیر از آن چیزی است که پنهان میکنن. من حقیقتش به خاطر اینکه خودم چون میدیدم واقعا تعجب میکردم. آیت الله محسنی میومد میگفت که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها. عجب، آیت الله مرجع تقلید شیعه اینطوری بگه عجیب است. بعد من دوستی رو در عراق از عزیزان عراقی بود از اهل سنت موظف کردم، گفتم به نام آیت الله سید آصف محسنی، یکی از علمای شیعه هست، آیت الله شیخ آصف محسنی یکی از علمای شیعه هست، همه کتاب‌های این رو در عراق برای من نسخه‌های عربیش رو پیدا بکن. بعد ایشون خدا خیرش بده کتاب‌های این رو از صراط المستقیم گرفته تا مشرعه بهارالانوار، همه کتاباش به عربی است. ماشاءالله، یعنی آدم خیلی فهمیده است در مذهب خودش. کتاب این رو از نجف برای من پیدا کردن و خلاصه به یک شکلی قاشاق رساندن اینها رو. بعدن کتاباشون رو که باز کردیم دیدیم نه بابا، عقیده آیت الله آصف محسنی با عقیده مولا باقر مجلسی و کلینی و خمینی و اینا هیچ فرقی نداره. همون توهین و اهانت رو که به اونا کردن به حضرت عایشه، آیت الله محسنی هم در کتاباش کرده. همون تکفیر و لعنی که به صحابه کرده من در یک برنامه مفصل نشون دادم، دیگه نمیخوام الان وقت شما رو بگیرم. اینا برادر عزیز، شما هر کاری بکنید متاسفانه شما صادقید، اهل سنت صادقن، اما اونا خبیثن. اونها در ظاهر میان به شما یک چیزی میگن، در باطن 1001 دروغ و دغل رو پنهان میکنن. ببینید وحدت وقتی به وجود میاد که من بارها گفتم، وحدت وقتی به وجود میاد که من از آنچه که بهش اعتقاد دارم نسبت به شما بگذرم و شما از آنچه که نسبت به من اعتقاد دارید در اصول دینتون، در مراجعتون، از اون بگذرید و نه سنی میگذره و نه شیعه میگذره. پس این اختلاف، این کشمکش ادامه خواهد داشت. راه حل چی است؟ من از 15 سال به این طرف در برنامه‌های زنده آن روی سکه و همه برنامه‌های زنده به یک اصلی اشاره کردم
که اون است همزیستی مسالمت آمیز. برادر، در ایران چی میگن؟ هفته وحدت. هفته وحدت یعنی چی؟ آقا ما میگذریم از آنچه اختلافاتی که در کتابامون هست، میایم اینجا با هم دیگه وحدت میکنیم. اینطوری نمیشه. تویی که میای به مادر من تهمت فحشا میزنی، من نمیتونم بیام به تو بگم تو برادر منی. میگم خدا این برادری رو در دنیا و آخرت لعنت بکنه. میدونید که ام المؤمنین عایشه صدیقه برای من از مادرم، از همسرم، از دخترم، از پدرم، از قوم و خیشم، از مال و داراییم و حتی از جانمم عزیزتر است. من حاضرم به خاطر مادرم عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها همه دار و ندارم رو فدا بکنم. تو میایی به مادر من میگی علیاذ بالله فاحشه بوده، بعد میگه خب حالا مادرت اینطوری بوده اما بیا من و تو برادر باشیم. نه، چطور امکان داره برادر باشیم؟ هیچ امکان نداره برادر، این هیچ امکان نداره. مانند این که یهود و نصارا بیان به مسلمان‌ها بگن که خوبه ما میگیم خدای شما یه پسری داره به اسم عیسی، شما این اعتقاد ما رو احترام بگذارید، ما هم به خدای شما احترام میگذاریم، ما شما میشیم برادر. نه، این امکان نداره. با یهود هم چنان، با نصارا هم چنان. از نگاه تاریخی، از نگاه دشمنی، عداوت نمیتونیم این چیزها رو انکار بکنیم. اینا وجود داره. این که ما چشممون رو ببندیم مثل کپکا میگن سرشو میکنه تو برف، فکر میکنه که شکارچی اونو نمیبینه، این اشتباهه. ما باید واقعیت ها رو قبول بکنیم. اینا هیچ وقت امکان وحدت بین شیعه و سنی وجود نداره. پس چی کار باید کرد؟ ما همیشه داد زدیم برای چی؟ برای همزیستی مسالمت آمیز. 1400 سال، تقریبا بگیم 200 سال از زمان پیدایش تشیع، شیعیان در سرزمین‌های اسلامی در کنار اهل سنت زندگی کردن. مالشان، ناموسشان، جانشان، دینشان، عبادتهاشون همه محفوظ بوده. در تاریخ اسلام غیر از حال یک پادشاه ظالم مثلا بوده سر سنی هم ظلم کرده، سر شیعه هم ظلم کرده، اما هیچ وقت شیعیان به عنوان اینکه شیعه هستن مورد اضطهاد و ظلم و ستم قرار نگرفتن. ما میگیم بیایید همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. تو برادر و خواهر شیعه من در کابل، در اصفهان، در هرات، در تبریز، در مشهد، در بلخ، در بامیان، در بندرعباس، در هر جای این سرزمینی که ما بیشترین مخاطبین رو در اونجا داریم، یا حتی در تاجیکستان، در خانه‌ای که کنار خانه من هست بیا زندگی کن. مال تو، ناموس تو، جان تو، همه مایملک تو برای من قابل احترام. نه من تعدی میکنم نه تو تعدی بکن. اما برای همزیستی مسالمت آمیز تو باید از یک سری از مسائلی که دارید دم ببندی، دهن تو ببندی، و من هم از یک سری مسائلی که اعتقاد دارم در مقابل تو دهنمو میبندم. یعنی تو به صحابه توهین نکن، لعن نکن تا من به تو تعدی و تعرض نکنم، در مقابل تو نیستم. به این میگن همزیستی مسالمت آمیز. مثلا در یک کشور اسلامی یهود و نصارا میتوانند در زیر چتر اسلام همزیستی مسالمت آمیز با مسلمان ها داشته باشند، حقوقشون محفوظ است. حتی پیامبر اسلام میگه کسی که اهل ذمه، یعنی اهل کتابی که در سرزمین اسلامی زندگی میکند رو بکشه، بوی بهشت هم به مشامش نمیرسه، یعنی هرگز وارد بهشت نمیشه. بیایید همزیستی مسالمت آمیز با شعار دروغین وحدت همدیگر رو فریب ندیم. 45 سال ایران شعار وحدت داد، وحدت بین شیعه و سنی. در عراق سنی کشی، در سوریه سنی کشی، در افغانستان سنی کشی، در پاکستان سنی کشی، در آفریقا سنی کشی، در هر گوشه دنیا که پای اینها رسیده سنی کشی در اونجا شروع شده. پس با شعارهای دروغین هم دیگر رو فریب ندیم، بیایم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. تو به من احترام بگذار، من به تو احترام میگذارم و هر کس اعتقاداتش برای خودش. حساب و کتاب به دست الله سبحانه و تعالی. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. حساب و کتاب به دست الله سبحانه. نه من تو رو بازخواست میکنم نه تو من رو بازخواست کنی. اما نه تو پرچم برداری تو خیابون بیای لعن بر ابوبکر و عمر بکنی، بعد من بگم که وحدت امت اسلامی است، نباید چیزی گفت. نه بابا، این از این حرفا نیست. وقتی که به مقدسات دین ما توهین میشه ما نباید سکوت بکنیم. اگر ابوبکر مقدس نیست، اگر عمر مقدس نیست، اگر علی مقدس نیست، اگر عثمان مقدس نیست، اگر امهات المؤمنین مقدس نیست، هم مقدسات دین چی هستن؟ یعنی این مسائلی است که باید این رو در نظر بگیریم. دوستان عزیز، بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید.
بفرمایید. استاد دو تا سوال داشتم در مورد این نماز جمعه. بفرمایید. من ترکیه هستم. هر روز که میرم روزم رفتم نماز وسط خطبه باز جای سخنرانی دیگه مثلا به ترکی 10-15-20 دقیقه سخنرانی میکنن. اشکالی نداره. چه اشکال داره؟ بله هیچ اشکالی نداره، چون ببینید هدف از خطبه این است که هدف از خطبه وعظ و ارشاد است. هدف از خطبه وعظ و ارشاد است. اگر در خطبه های نماز جمعه در مساجد احناف خاصا در ترکیه، در پاکستان، در بنگلادش، بعضی کشورها دیده باشید، خطبه اول کلا به زبان خود مردم است. مثلا در ترکیه به ترکی است، در پاکستان به اردو است، در بعضی مناطق به پشتو است، در افغانستان یا به فارسی است یا به پشتو است. اصلا هدف از خطبه نماز جمعه چی است؟ هدف از خطبه نماز جمعه این است که مردم را از مسائل مهم روز، از مسائل مهم شرعی، سیاسی، دولتی، از مسائل مهم دنیا آگاه کردن. درست است؟ خطبه یک وعظ و نصیحت است. و بله اون خطبه که نصیحت و سخنرانی داره حرف شما کاملا درست و جدا. وقتی که خطبه را مثلا میخونه که پشت سرش نماز فرض 2 رکعت میخوایم ادا کنیم، اما خطبه عربی که خونده میشه در بین وضو هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره برادر عزیز. هیچ اشکالی نداره. بعدش ما در افغانستان ایران 4 رکعت 6 رکعت سنت 4 تا جدا 2 تا جدا میخوان. اینجا 4 رکعت یه هم مشکل نداره. هیچ مشکلی نداره، چون روایت های متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست در مورد سنت ها. 2 رکعت، 4 رکعت و بعضی روایت ها ضعیف است، بعضی روایت ها قوی است. المهم قبل از نماز جمعه شما چقدر که میتونید نماز بخونید، یعنی هیچ مشکلی، هیچ محدودیتی وجود ندارد. اصل نمازهای فرض و واجب است. اصل اون است که تهدید شده. مثلا شما نماز فرض صبح فقط 2 رکعت است. قبل از 2 رکعت صبح، قبل از اذان صبح شما 1000 رکعت نماز بخوان. کسی از شما نمیپرسه که چرا 1000 رکعت خواندی یا 2 رکعت خواندی. استاد محترم، این سفر من در مورد سفرم شما اشاره کردین. بله. من تقریبا 7-8 سال شده دیگه. این رفتن همه چی رقم کنه، یعنی به صورت هم حالا قرضدار نیستم اما به صورت هم پسنداز نکردم، یعنی باید برام نرم بمانم، اشکال داره نداره از نظر دینی. ببینید الله سبحانه و تعالی میگه بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القى معاذیره. میگه انسان بر نفس خود بینا هست ولو اینکه معذرت هایی پیش بکند. شما مثلا میگید که والا رفتن است و مشکل است و فلان است، اما وضعیت شما را غیر از شما هیچ کسی دیگر نمیداند. اگر که همسرتان، خانواده شما مثلا در افغانستان هستند و شما مشکلات مالی دارید، نمیتوانید بروید، اصلا امکان رفتنتان نیست، شما همون پولی که مثلا اینجا پیدا میکنید همه اون رو میفرستید که خرج زندگیتون در اونجا باشه، در این صورت شما معذورید. اما اگر یک کاری بهتری در افغانستان پیدا کردید و می توانید بروید افغانستان در آنجا زندگی بکنید، در اون وقت این عذر از شما برداشته میشه. یا این که می توانید حداقل سالی یک بار برید پیش خانواده‌هاتون، پیش همسر و فرزندانتون، باید برید، چون شما در مقابل اونها یک سری مسئولیت ها دارید و این زندگی است. بله. استاد محترم که پاسپورتی می بود میرفتیم میامد، از خدا میخواست قاچاقی دیگه هم کار نداره و خداوند خودش هم شاهده که هیچ گونه خلافی درست. غیر از نفقه زن و بچه دیگه چیزی نیست. و یک راهنمایی هم که میخواستم، ما از هرات هستیم استاد گرامی، اگر یک مدرسه دینی که به بچه ها خود بفرستیم، یعنی مدرسه دینی سالم باشه که درست درس بوده، اگر راهنمایی کنی یکان وقتی که وقت داشتی خیلی ممنون میشم. تشکر. در این مورد هم صحبت میکنیم. مادامی که شما قاچاق هستین طبعا این یک عذری است که چون شما برگردید دوباره نمیتوانید بیایید، شاید در منطقه شما کاروبار پیدا نشه، شاید و هر کس وضعیت و مشکلات خودش رو بهتر میدونه. اگر عذر موجه داشته باشید انشاءالله که الله سبحانه و تعالی بازخواست نمیکنه. در مورد مدارس زیادی هست در مناطق مختلف، در استانبول هست مدارسی از برادران تاجیک، از ازبک، حتی از اهل سنت ایران. هرات گفتم. بله، از برادران هراتی خاص مدرسه سراغ ندارم، ولیکن شماره شما رو من یادداشت میکنم. اگر خود وطن
گفتم استاد گرامی خود وطن، چون که زن بچه ما اونجا هست. درست. در هرات، دارالعلوم هرات مثلا مفتی صاحب سرور که هستن یکی از مراکز تعلیمی معتمد هست در هرات. شما می توانید که فرزندانتان رو در اونجا بانید. دارالعلوم هرات یکی از یعنی مدارس دینی واقعا معتبر هست در اونجا و شخص مفتی صاحب سرور یکی از علمای بزرگ و از علمایی است که الله سبحانه و تعالی حفظش بکنه. واقعا زحمت میکشند در تربیت فرزندان هرات و عموم افغانستان. الله موفق کنه. نارا و یک حرف دیگه هم آخر دارم برادر ما که در مورد اختلاف شیعه و سنی، ما که توهین نکردیم، همه خلفا را یک چشم میبینیم و قبول داریم و اونا هستن که توهین میکنن و به نظر ما استاد گرامی بدترین دشمن اهل سنت و بخصوصا بشریت ایران باشه که ما دیدیم و چند سال مسافرت و مهاجرت اونجا بودیم، واقعا از نزدیک دیدیم. اینا تبلیغ نیست، اینا از کینه نیست، واقعا چیزی که ما دیدیم و در مدرسه هاش درس خوندیم، توهین هایی که دیدیم و اینها به نظر ما فعلا ترکیه هم هست و میریم مسجد، داخل مسجد این مختار برای اتاق داده، برق از این مسجد است، دولت است که هیچ گونه مشکلی یک ذره مشکل ندارم که ما از یک کدام طرف بترسم. اونجا کارگری میکردیم و ترس داشتیم، نماز جرأت نداشتیم که بخونیم. هیچی دینیه، هیچی مسلمانیه، هیچی با خدا یهود نصارا به تلاوی بیتر مسجد داره، آزاده. اینا کی هستن؟ استاد الله متعال هدایتشون کنه برادر عزیز. تشکر بسیار زیاد از شما. تشکر، اونش خوشحال شدم کم کلام شدم. سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما، موفق باشید. زنده باشید. خداحافظ. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. استاد خسته نباشید. سلامت باشید. تشکر از شما، بفرمایید. خواهش میکنم. آقای انصاری عزیز، یه دو تا مطلب سریع داشتم خدمتتون. یکی، انصاری جان، این نتانیاهو چرا گفتی ایرانیه؟ این کجاش ایرانیه؟ این مال اروپای شرقی هم پدر مادرش هر دو لهستانیه. اصالتا ایرانی هستن، اصلشون از ایران دوست عزیز. نه نیستش. نتانیاهو اصالتا لهستانی اروپای شرقی هستن، به هیچ عنوان هیچ ریشه ایشون هم نمیخوره. من با تحقیق میگم خدمتتون، اگه شما برخلاف اینا گفتین من میام جلو همه معذرت میخوام. یعنی اصلا من تا 18 تاشو نگاه کردم، همه اروپای شرقی هم. حالا شیمون پرز اگه بگین یه عده هستن اصفهانی هم بوده توشون، ولی این نتانیاهوی انگل هیچ ریشه‌ای به ایران زمین نداره به هیچ عنوان. خب شاید هم حرف شما درست باشه. نه 100% انصاری جان، من چون شما دیدم من رفتم واقعیت اصلا به برق و تحقیق کردم. ببینید به خاطر اینکه فرهنگ بیرحمی که دارین اصلش اروپای شرقی، لهستان، روسیه، اینا به علت حالا مسائل فرهنگی و جغرافیایی از یک بیرحمی خاصی برخوردارن که این فرهنگی که این حزب لیکود و این نتانیاهو اینا آوردن با خودشون اصلا از فرهنگ روس و اون بیرحمی اوناه. خدا رو شکر هیچ ربطی به ریشش به ایرانی نمیخوره. انصاری جان، حالا آقای انصاری عزیز، من یه سوالی ازت دارم. این دوستانمون که برای شیعه و سنی میگن، ببین شما هی میگی شیعه تقیه میکنه، ببین اون کسی که سنیه میبینه فکر میکنه مثلا شیعه ها الان یه سری هیولا هن که همش چی رو پنهان میکنه. خدا وکیلی به من بگو شیعه چی رو پنهان میکنه؟ بعدم انصاری جان، شیعه کی تهمت فحشا زده؟ ببین اگه میگه چون با حضرت علی جنگیده ام المؤمنین عایشه حالا دوستش نداره یا انتقادی داره فرق داره، ولی فحشا خدا وکیلی کدوم کی زده به ام المؤمنین فاحشه؟ اینا رو اگه به من بگی ممنون میشم. باش. سوال اولتون چی بود؟ متوجه نشدم. سوال اولتون در مورد تقیه بود، درسته؟ میگم شما میگین شیعه ها همش در حال پنهانکاری هن چون خدا شاهده اصلا حالا من به عنوان یه آدم آحاد شیعه اصلا همچین چیزی وجود نداره. حالا شما به من بگو چی رو پنهان میکنن که من راست حسینی بگم درست میگی خدا وکیلی یا نه؟ من بدونم آخه چون شما میگی ذهن مردم یه مقدار انصاریشان فکر میکنن الان شیعیان یه سری هیولای دمدار دروغگو هن که همش در حال فتنه. شما بفرمایید حالا که چی رو پنهان. ببینید مسئله تقیه خودتون میدونید و این مسئله پنهانی نیست که تقیه از امام جعفر صادق شما خودتون روایت دارید در کتاباتون که میگن که 19 دین تقیه. تقیه یعنی چی؟ تقیه
یعنی آنچه که اصل اعتقاد اصلی که داری اون رو پنهان بکن و آنچه که اظهار میکنی غیر از آن چیزی است که بهش اعتقاد داری. به طور مثال شما کتابی از کتب شیعه رو نمیتوانی پیدا بکنی که اهل سنت رو تکفیر نکرده باشن. تکفیر به معنای کلمه، یعنی گفته باشن که کسانی که به امامت علی و اولاد علی اعتقاد ندارند و اهل سنت هستند مانند ابو حنیفه، اینها کافرن، کافر، جاویدان در آتش دوزخ میمانند و این رو در کتابهاشون مفصل نوشته. الان مثلا وقتی که من میخوام یک مطلبی رو از دین خودمون بیان بکنم، مستند من مثلا قرآن است، بخاری است، مسلم است، ابو داود است، نسائی است، سنن ترمذی است. وقتی که در مورد شیعه صحبت میشه، خب کافی است، بهار الانوار است، وسائل شیعه است، من لا یحضر الفقیه است. الان در این کتابا یک حرفی رو میزنه، مثلا شما نوعی میاد میگید که نه، کی گفته، ما اصلا برادریم با هم دیگه، شما هم مسلمانی، ما هم مسلمانیم. الان من اینجا احساس میکنم که شما دارید تقیه میکنید، یا اینکه شما اصلا شیعه نیستید چون که از کتب خودتون خبر ندارید. شیعگی شما رو همین امامتی که شما بهش اعتقاد دارید همان کتابی ثابت میکنه که در همان کتاب میاد به حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه تهمت فحشا میزنه، تهمت زنا میزنه، حتی تهمت ناروا بهشون میزنه، لعن و نفرین صحابه و امهات المؤمنین رو جایز میدونه. ببینین انصاری جان، اولا آحاد ملت، جامعه شیعه اصلا این کتابا رو که هیچی، کتاب درسی هاشون هم وقت نمیکنن بخونن، اصلا خبر نداره کسی از این مزخرفات. اگه باشه، دوما شما نگاه کن تو ایران، خدا وکیلی، اولا این حکومت ایران که ظالمه منم قبول دارم. من انصاری جان خدا رو شکر یه روزم زیر لوای این حکومت تو ایران زندگی نکردم. من 16 سالم بود انقلاب شد اومدم بیرون، دیگه بر نگشتم ایران. اما تو ایران خدا وکیلی این حکومت ظالمه، دیکتاتوره و اصلا شکی توش نه مسئله رو سیاسی نکنید، ما در مورد حکومت صحبت نمی کنیم. مثل کافر تا میکنه، مثل یعنی سنی تو ایران مالش، ناموسش، مغازه نداره، زندگی نمیکنه، نمیره، نمیاد. اصلا کسی ببین تو ایران که شیعه و سنی کسی کافر نمیدونه، سنی حکومت شیعه سنی کافر نمیدونه، مثل کافر با سنی تا نمیکنه. مردم که اصلا امکان نداره شما بیای به یه ایرانی بگی کرد مثلا کافره. اصلا ببینید برادر عزیز، دوست عزیز، من ببینید یکی این که از مسائلی است که ما مسائل سیاسی و روز در موردش صحبت بکنیم این جداست، یکی این که مسائل به اصطلاح آنچه که اصول دین و قواعد دین است اون جداست. شما امروز داخل ایران رو برای من مثال نزنید بر حقانیت یا نبودن تقیه در دین تشیع. دین تشیع اساسش بر تقیه است. شما الان مثلا به تلویزیون نگاه بکنید، من کتاب کافی رو الان براتون باز میکنم. کتاب کافی دوستان عزیز یعنی اساس تشیع است. در قرن سوم چهارم نوشته شده و شخص کافی هم که از جمله کلینی نویسنده کافی کسی است که با نواب امام زمان ارتباط داشته و امام زمان خودش نوشته که الکافی کافین لشیعتنا. در همین کتاب دوستان ببینید الان ها یک بابی است در صفحه 133 به نام باب تقیه. در این باب کلن روایاتی که در تقیه هست اینجا آمده. التقیه من دین الله، تقیه از دین الله، 19 دین تقیه، 9 دین تقیه است. اتقوا علی دینکم، شما تقیه بکنید در دینتون. فحجبوه بالتقیه، پنهان بکنید با تقیه. فانه لا ایمان لمن لا تقیه له، کسی که تقیه نکنه ایمان نداره. یعنی من دیگه اگر بخوام روایت این رو بخونم 2 ساعت طول میکشه. یعنی پنهان کردن اعتقادات واقعی. به طور مثال الان شما میید اینجا میگید که آقا ما کی گفته شما یک شیعی رو بیارید که توهین کرده باشه به ام المؤمنین عایشه، تهمت فحشا زده باشه. دوست عزیز، شما میدونید که همین کتاب کلینی که صحیح ترین کتاب شماست، استاد کلینی علی ابن ابراهیم قمی است و معتبرترین تفسیر شما، قدیمی ترین تفسیر شما از قرآن کریم تفسیر قمی است. دوستان عزیز نگاه کنید، تفسیر قمی رو من باز میکنم. این تفسیر قمی از ابی الحسن علی ابن ابراهیم قمی در زیر آیه ضرب الله مثلا الذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط در صفحه 712 والله ما انا بقوله، به خدا قسم هدفی نداشته، به قوله فخانتاهما که خیانت کردن، الا الفاحشه، مگر اینکه زنا. فاحشه در اینجا به معنی زنا هست. چرا؟
جمله بعد ولیقیمن الحد علی فلانه که حد رو بر فلانه یعنی عایشه جاری می کند فیما اتت فی الطریق که آمد در طریق جمل و کان فلان یحبها فلان معنیش طلحه است، طلحه عایشه رو دوست داشت. فلما ارادت ان تخرج الى کوفه، در اینجا جا خالی گذاشتید، چاپای جدید همه رو سانسور کردن. قال لها فلان، فلان بهش گفت لا یحل لك ان تخرجی من غیر محرم، برای تو حلال نیست که بدون محرم خارج شوی. فزوجت نفسها من فلان، خودشو به ازدواج فلان درآورد. بعد در پاورقی همین کتاب الفراغ من الاصل و فی نسخه الثانیه مکان الفراغ البصره، بصره در اینجا ذکر شده. مثلا الان شما چی میخواید بگید؟ میخواید بگید که آقا غلط کرده علی ابن ابراهیم قمی هم چی مطلبی رو گفته؟ ببین انصاری جان، من میخوام اینو به شما بگم، مسلمانی راه و چاه خودش رو داره. تو قرآن درباره اون شبهه صحبت شده و گفته شده که این اتفاق نیفتاده، تموم شد. اگه شما تو یه کتابی رفتی یه چیزی آوردی، این دلیل بر این نیست. شیعه من دیدم تمام این آخوندایشون اعلامشون من ندیدم یکی درباره زنا. حالا یه جای کتاب اومده، اون که دلیل نمیشه شما یه جوری میگی. آقای محترم خب تقیه همینه، یک جا هم نیست. این کتاب دیگه دوست عزیز، مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین حافظ رجب برسی. چون با حضرت علی وارد جنگ شده بهش چیز دارن، چون وارد جنگ شده. بابا جان شما که میگید شیعه علی هستید، در همین کتابای خودتون از علی پرسیدن رضی الله تعالی عنه در مورد کشته های جمل چی میگی؟ گفت اخواننا بغوا علینا، برادران ما بودن که بر علیه ما بغاوت کردن، فنصرنا علیهم، بر آنها پیروز شدیم. چرا شما وقتی میگید شیعه علی هستین چرا پیروی از علی نمی کنید؟ الان مثلا این کتاب، یک لحظه گوش کنید، این کتاب مشارق الانوار الیقین از حافظ رجب برسی یکی از استوانه های تشیع است. در این کتاب این دوستان عزیز، اینو که دیگه ما چاپ نکردیم، در صفحه 86 میگه که آقا، میگه که عایشه از زنا 40 دینار پول جمع کرده بود و این پول رو در راه عداوت و دشمنی با حضرت علی خرج کرد. بیا الان تو بیا بگو که ما شما برادری، بیا بگو حالا شیعه لولو خورخوره نیست. بابا این چیه پس در کتاب؟ من اینو ولش کن دوست عزیز، اینو ولش کن. از یک کتاب دیگری من خدمت شما نشون بدم دوستان عزیز. یک لحظه دوست عزیز، یک لحظه. الان وقتی من میگم که تقیه بعد شما ناراحت میشید. کی قبول نداره؟ یک عالم شیعه رو بیار که قبول نداشته باشه. بابا عالم شیعه، من خود این قزوینی هم که آدم تندرو قالیه، من دیدم همین قزوینی خودش کلیپشو داره میگه که عایشه توف سربالاست. یک لحظه، خود قزوینی رو ما کلیپشو پخش کردیم میگه عایشه توف سربالاست. تو رو با خدا فردا توف سربالا فرق داره با زنا. یک لحظه یعنی چی؟ یعنی هر چی که به عایشه بگیم یعنی برمیگرده به خودمون. چرا؟ چون عایشه همسر پیامبره. دوست عزیز یک لحظه شما نید از حرف قزوینی دفاع بکنید. الان من به شما بگم که من دفاع نمی‌کنم به خدا. یک لحظه دوست عزیز، من میخوام سوء تفاهم نشه. بابا جان من ده ها کلیپ از قزوینی دارم که قزوینی همین علمایی که با میخوام بگم یعنی چی؟ توف سربالا معنی زنانه. من نگفتم توف سربالا معنی زنا میده. شما نه توجیه بیجا بکنید دوست عزیز. ببینید الان این کتاب رو شما ببینید. این کتاب رو یک عالم شیعه نوشته، الفاحشه الوجه الاخر لعایشه، فاحشه چهره دیگر عایشه. این کتاب نگاه کنید دوستان، این کتاب رو ببینید. این کتاب الان من ببینم چند صفحه است. تقریبا یک لحظه 1047 صفحه دوستان عزیز. 1047 صفحه کتاب نوشته که ثابت بکنه که حضرت عایشه والعیاذ بالله زنا کرده. این شیعه نیست؟ آقا غلط زیادی کرده. خب منم یه سنی برات بیارم چون یه اشتباهی کرده بگم این سنی نیست و همه سنی‌ها اینجوریان؟ نیست بابا، والا بالله. شما یک سنی بیار که به یکی از امامان 12گانه شما
زنا رو بگذار کنار، توهین رو بگذار کنار، لعن رو بگذار کنار، اسمشون رو بدون علیه السلام یا رضی الله عنه یا رحم الله آورده باشه. یک سنی بیار برای من، یک کتاب بیار. امام بخاری باب وقتی که میزنه در مورد اهل بیت، فضایل اهل بیت، میگه علی علیه السلام، فاطمه علیها السلام، حسن و حسین علیهم السلام. از احترام و ادب ما در هر کتاب سنی برگردی ببینید در یک بابی داریم به نام فضیلت اهل بیت. ما در نمازمون بر اهل بیت پیامبر درود نفرستیم، نمازمون درست نیست. شما اومدید در مورد اثبات این که علیاذ بالله عایشه زنا کرده علماتون کتاب نوشتن، بعد از اون شما میگید آقا اینا شیعه نیستن. پس کیه شیعه؟ تعجب میکنم داری منم مجبور میکنی چیزی که قبول ندارم و ببین عزیز دلم، یه نفر یه غلطی کرده وقتی با نصر صریح قرآن جور در نمیاد که ارزشی نداره. آقای انصاری عزیز، والا بلا کسی به این زنایی که شما میگی من تو عمرم ندیدم شیعه میگن چون با حضرت علی جنگیده انحراف میدونم. بعدم آقای انصاری عزیز امامان شیعه خدا وکیلی آدمای پاکی بودن، بالاخره تو اصحاب میشه بهشون اشتباه، ولی اینا آدمایی نبودن که بشه ازشون چیز بدی در آورد. اگه در آورد کسی بیاد بگه. بابا جان ما اهل بیت رو با بزرگان ما هستند، ما پیرو به اهل بیتیم. من تعداد روایاتی که اهل سنت از علی و فاطمه و حسن و حسین تا باقر و سجاد دارن تا امام جعفر صادق بیشتر از روایاتی است که شما در کتاباتون از اهل بیت دارید. ما پیرو به اهل بیت هستیم. الان میگی آقا کتاب دروغه، هیچ چی این حرفو نمیزنه. نگاه کنید به صفحه تلویزیون من چی پخش میکنم براتون. این در قم است، خیابان پر از جمعیت، لعن بر اولی و دومی و سومی و عایشه با صدای بلند. کجاست این نظام جمهوری اسلامی طرفدار وحدت؟ اینا شیعه نیستن، کی هستن پس؟ گوش کن برادر عزیز، گوش کن. یعنی من تعجب میکنم دوست عزیز، یعنی این شما میگید کتاب قبول ندارم. در خیابان ریختن، بیش از 10,000 نفر ریختن در خیابان، همه میگن که بر اولی و دومی و سومی عایشه لعنت. بعد از اون بگیم که آقا نه شیعه اینطوری نیستن. پس این شیعه که شما این شیعه تمیز، خوشگل، ناز مامانی، خوشبوی، خوش اخلاق کجاست؟ نشون بدید به من. چشم. حالا ببینید بحث عوض شد. پس اینا نگفتن زنا، حالا میگن لعنت. حالا من خدمتتون میگم. اولا اینا دیگه افراطیایی هستن که تو اون قوم چند هزار نفر ریختن بیرون که همیشه یه عده‌ای تو 90 میلیون اینجوری هستن، اشتباه میکنن، غیر قانونی هم بس باید باشن برخورد بشه. ولی خب آقای انصاری، من بگی تقیه، من به راست و حسینی میگم، من لعنت کار بدیه، ولی با اصول و زاویه‌ای که شیعه نگاه میکنه اینا انسان‌های درجه یکی نمیتونن باشن. حالا توهین اشتباهه ولی نقد بهشون وارده. این نقدی که بهشون وارده رو اینا بلد نیستن بیان نقدو مثل انسان برخورد کنن، هی لعنت میکنن بی خودی، در حالی که میشه خیلی در ادب نقد وارد کرد که آقا اینجوری، آقا اونجوری، این مدرک اون مدرک. اینا دیگه بی سوادن، بی شعورن. هر کی توهین میکنه به سنی آدم بی سواد، یعنی کلینی بیشوره، کلینی بیشوره، بله. مجلسی بیشوره، توهین کرده، توهین اگر نه توهین کرده. پس شما دینتون از کی گرفتید؟ آقای انصاری عزیز، ما دینمون خداوند، قرآن، پیغمبر، امامان. اینی که یه عده همین امامت رو یک لحظه، همین امامت رو از قرآن ثابت کنید. آقای محترم ببینید، شما همان امامت رو که بهش اعتقاد دارید از کلینی و مجلسی ثابت میکنید، همین امامت رو از قرآن ثابت کنید. آقای انصاری عزیز، امامت رو من برای شما از زبان پیغمبر ثابت میکنم، به مجلسی ما کاری نداریم اصلا. خب بفرمایید از زبان پیغمبر ثابت کنید. در کجا گفته که امامت وجود داره؟ پیغمبر گفته که اولا دو چیز گرانبها براتون میذارم، اهل بیت. من هر کدومم بخواید سند صحیحش رو بهتون میدم. بفرمایید. قرآن و اهل بیت.
موجب الکبیر جلد 3 انت تارک فیکم ثقلین کتاب الله و اهل بیت اطرتی اهل بیتی. این با سند صحیحش رو خدمتتون دادم. پیغمبر گفته که قرآن و اهل بیت، حالا بزرگ اهل بیت که حضرت علیه، دوباره پیغمبر فرموده یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. اگه در زمان حضرت موسی شما به من بیارید کسی بالاتر، افضلتر، نزدیکتر، درستتر، رهبرتر از هارون بعد از موسی. خب هارون بعد از موسی پیغمبر بود. یک لحظه از همین آخر شروع میکنیم. هارون بعد از موسی پیغمبر بود. اگر بر این روایت، و این روایت هم از کتب اهل سنت شما آوردید، در کتب شیعه نیست، این رو ما روایت کردیم. یک لحظه، همه امت اسلامی از این برداشت امامت نکردن. اگر از این برداشت امامت میکنید، اولاتر این است که برداشت نبوت بکنید که علی بعد از پیامبر نبی بود، چون که هارون بعد از موسی نبی بود، رسول بود. ببینید اینجا فضیلت هست. این روایت هایی که ذکر میکنید همه فضیلت هست. یک لحظه همین روایت دوست عزیز، همین روایاتی که کتاب الله و اطرتی، در همه این روایت ها پیروی از کتاب الله و مراعات حقوق اهل بیت ذکر شده. هیچ وقت امامت ذکر نشده. تشکر میکنم از شما برادر عزیز. تشکر میکنم. نه اجازه بده، یه دقیقه به من اجازه بده. اینی که شما گفتین حدیث صحیح مسلم موجب الکبیر، همینی که من گفتم تبعیت اومده. انصاری جان درباره یا علی انت منی به منزلت هارون بخونید. پیغمبر در ادامه میگه ولی بعد از من پیغمبری نمیاد، یعنی همونجا این حدیث منزلت است. میگه انت منی، یک لحظه، میگه انت منی به منزلت هارون من موسی. میگه تو همان منزلتی رو در نزد من داری که هارون در نزد موسی داشت. منزلت است عزیز من، حدیث منزلت ما بهش میگیم. بعدش چی میگه؟ ادامه حدیث میگه که بعد از من پیامبری نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجا منزلت رو بیان میکنه. بله خود ببینید همین روایت رو پیامبر در کجا گفته و چرا گفته؟ میتونید به من بگید؟ بله اینو در غزوه تبوک گفته. چرا گفته؟ حضرت علی و در شهر مدینه دیگر میداره. یه سری منافق تو گوش امام علی میخونن که تو رو نمیدونم لایق جنگ ندونست، گفت بچه‌ها رو نگهداری، زن‌ها رو نگهداری. حضرت علی به قول معروف میشینه میره به پیغمبر یه گلایه‌ای میکنه و اونجا پیغمبر میگه بهانه است که بگه جایگاه علی کجاست. اونجا میگه علی جان جایگاه تو هارون به موسی. خب اما پیغمبری بعد از من امامت کجاست در این روایت؟ امامت کجاست؟ آقای انصاری امامت یعنی رهبری. مسلمه که هارون بابا جان پیامبر حضرت علی رو جانشین خودش در غزوه تبوک تعیین کرد. وقتی که در مدینه بگو مگو شد و حضرت علی خودش رو تنها دید که بین زن و بچه مونده، کسی دیگری هم نیست، ناراحت شد، شمشیر رو برداشت اومد پیش پیامبر گفت یا رسول الله با زن و بچه. یک لحظه گفت علی جان، گفت یک لحظه بذارید من صحبت کنم. گفت علی جان ناراحت نباش، از این عرفا هم دلخور نشو، تو در نزد من همان مقام و منزلتی را داری که هارون در نزد موسی داشت. آیا هارون امام بود؟ هارون پیغمبر بود و پس امام نبود. پس امام نبود. اوکی برادر باشه نمیدونم افضل باشه منزلت داشته، امام که نبود. پس شما از هارون نمیتوانید امامت رو بیارید. کی میگه هارون امام بود؟ هارون امام نبود عزیز من، هارون پیغمبر بود. شما قرآن بلدی؟ حضرت موسی وقتی به پیغمبری مبعوث شد گفت پروردگارا و ارسل معی اخی هارون، تو هم به همراه من برادرم هارون را بفرست. یعنی رسالت داد الله متعال به هارون. در یک زمان دو تا پیغمبر بودن با هم، یکیش اسمش موسی بود، یکی اسمش هارون بود، هر دوشون با هم برادر بودن. امامی وجود نداشت در اونجا. ثانیاً شما میگید مقام امام بالاتر از مقام نبی است. پس در اینجا اگر هارون امام بود، کل شیعه میگن دوست عزیز، کتاباتون پر از یک لحظه شما دنیا روزو بگن شب.
امام که اندازه پیغمبر نمیشه، پیغمبر بالاتره. ولی عزیز دلم امام علی رو که وقتی پیغمبر گفته، شما آقای انصاری عزیز شما میگی نه اینا چند تا بغل هم قرینه است. قدیر خم هم بذار بابا، تو قدیر خم عمر داره میره تبریک میگه. حتی انصاری جان اینا همه بغل هم هیچ معنی برای شما نداره. میگی نه بابا جان بابا مگر پیامبر میترسید که بگه یا ایها الناس بعد از من جانشین من علی است، یک جا بیا بگه انت منی به منزلت هارون من موسی، یک جا بگه که من کنت مولا فعاد علی مولا، کلماتی رو استفاده کنه که 100 تا معنی داره. یعنی چی؟ شما داری چی کار میکنید برادر عزیز؟ الان شما یک لحظه دوست عزیز، من آخرین حرفمو بزنم دوست عزیز گوش کنید یک لحظه. شما همه این استدلالایی که داری میکنی میدونی از کجا میکنی؟ از همین کافی کلینی، بهارالانوار مجلسی، وسائل شیعه، من لا یحضر الفقیه، از همین کتابایی که همین استدلالا رو اونا کردن. آخه بابا جان همین استدلالا رو اونا کردن. عزیزم هر کی اینا رو بغل هم بذاره به همین نتیجه. یعنی 1.5 میلیارد مسلمان اهل سنت نفهمیدن، شما فهمیدید که اینجا معنیش امامته؟ انصاری جان تو انقلاب ایران 99% نفهمیدن، رفتن رأی دادن به جمهوری اسلامی. این که دلیل نمیشه تعداد بیشتر، اما موضوع اینه که اونی که قبول داره یا نداره همه مسلمانن. اینی که بگی چون قبول نداره اینا که پرت و پلاه، اینا اجتهادیه. میشه اینجوری قبول کرد با این مدارک، میشه هم اینجوری قبول نکرد با اون مدارک. از جفتش اجتهاده، باید جفتش رو قبول کرد، نباید همدیگر رو کوبید. موضوع اینه که ما نکوبیدیم آقای محترم، ما نکوبیدیم. شما اومدید میگید که آقایون این پیامبر اومد حضرت علی رو به عنوان جانشین بلافاصل خودش تعیین کرد، ابوبکر و عمر و عثمان هم اومدن حقشون رو خوردن، پس همه اینا کافر و مرتدن چون که امامت رو قبول ندارن و بعد از اون پیروانشان تا روز قیامت همه کافر و مرتدن. بابا کتاباتون پر است از این مسائل. تشکر میکنم از شما. شما شیعه نیستید برادر عزیز، شما شیعه نیستید، الکی دارید وقت ما رو میگیرید. بیننده عزیز بفرمایید. یعنی چی؟ کتاب شما قبول ندارید، علمای مذهبتون رو شما قبول ندارید، دلایل کتبتون رو شما قبول ندارید، نمیدونم چی رو قبول دارید شما. بیننده عزیز سلام علیکم. بله بفرمایید. سلام آقای انصاری، خوب هستین؟ سلامت باشید، تشکر از شما. حال شما خوبه؟ سلامتی. اگه اجازه باشه یک چند مطلب بگیم. اول همی دوست عزیز ما که قطع کرد، اگر لطف کنی همی آیه 6 سوره صف را یا صف از اگر لطف کنی امیر در مانیتور نشان بدی. جواب سوال همی آغاز خیلی راحت جواب سوالش هست، چون نشان میداد یک انسان منطقی بود. اگر یک سوره را نشانش بدی یا یا را نشانش بدی دیگر انسان منطقی باشد جوابش هم میگیره. بله اگر شما نشان بدی خیلی ممنون میشم. باز ما اگر اجازه باشه آیه 6 سوره صف میگه که و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة مبشرا برسول یأتی من بعده اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. دقیقا، یعنی وقتی که خداوند ترس از این نداشت که یک پیامبر بعد از حضرت عیسی و چند وقت بعد، فکر کنی چند وقت بعد از حضرت عیسی آمد بدون ترس بیان کرد یکی میاد به اسم محمد، نامش هم حتی گفت. یعنی یا خب میگن حضرت علی یا امامت از طرف خدا بوده. پس یایی که الله نعوذ بالله ترس داشتم چی مطلبی رو در قرآن به این واضحی نگفتن، یا ای که محمد ترس داشته نگفته. در هر صورت بازم یا چیز میشن دیگه زیر سوال میرن. این کسی که عاقل باشه و کسی که منطقی باشه فقط اینمی آیه قرآن برای کافی. خدا از هیچ چیز ترس نداشته و خدا همه چیز دیره. همون که آیه قرآن است میگه ما از هیچ چیز کوچک و بزرگی در قرآن دریغ نکردیم، پس الله دریغ نکرده. و این اولی مطلب. و مطلب دوم دمو زمان بعد از اینکه حضرت محمد فوت کرد، مردم مهاجرین و انصار دوست داشتن که ابوبکر خلیفهشان باشه. حالا ما بعد 1400 سال باید بیایم دعوا کنیم که این مردم جنگ کنیم که چرا شما خلیفه ابوبکر انتخاب کردی و علی انتخاب نکردی؟
خوبی اصلا دور از منطق و دور از عقل و دور از دموکراسی و نمیفهمم چیزایی که خودم یا در اروپا زندگی میکنه حتما به دموکراسی اعتقاد داره دیگه، چون پیشتر از جمهوری اسلامی انتقاد کرد. درست. این نمی آیه جوابی آقاست. اما یک مطلب دوم که من از شما خواهش داشتم که چون شما بالاخره رسانه در دستتان است، بفرمایید. چون من واقعا هر روز که سر کار میرم خیلی 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 اصلا کلا رویم از دست رفته به خاطر هم غذای غذا را بسته کردین او نان هیچ چیوجه نیست. من گفتم یعنی شما که بالاخره رسانه در دستتان است، حداقل یک چند نفر بیشتر از ما میشناسی و بیشتر از ما در رسانه هستی، صدایتان بیشتر میرسه، یعنی یک چاره چیزی نیست غیر از این که ما فقط یعنی باید بشینیم دعا کنیم ما مسلمان، یعنی هیچ چاره دیگه نداریم که خود ما را یعنی به نظر خودم یعنی نمیشه ما 100,000 200,000 1 میلیون جوان سنی که جانش در دستش بگیره، این اولین نفر خودم واقعا مجاهد واقعی باشه، چون جهاد بزرگترین ثواب در دین اسلام داره. جانش در دستش بگیره، در کف دستش بگیره، مرزا را وقتی 1 میلیون انسان همچین کاری را انجام بده، هیچ ارتش دنیای جرأت ایستادگی در برش نداره. و اگر ما این کار نکنیم، امدفعه اگر ما این کار نکنیم یا اگر غزه را به زور گشنگی، به زور بم و به زور نمیفهمم قطع کردن آب و برق و تمام ابزار یا دارن استفاده میکنن و هدف اصلیشان چی است؟ هدف اصلیشان فاشیستی و بربریتی است که دارن زور میگن به مسلمان. این هدف کلی دارن میفهمن تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، یعنی رهبرایشان دارن حمایت میکنن. اما ما مردم مسلمان توقع ما از کیست؟ توقع ما از صدر اعظم آلمان است که صدر اعظم آلمان چرا گپ خراب زد در تو؟ بابا یا خودشان دارن حمایت میکنن. ما باید توقع ما نه از رهبرای خودفروخته ما باشه و نه از سیاست غرب، چون سیاست غرب اصلا اسرائیل ایجاد کرد. یعنی من دارم میگم به خدا من هر روز که سر کار میرم من خیالمانیا کار میکنم و میبینم که میخورن مینوشن، اصلا در فکر چی نیستن. اما ما به عنوان اولا یک انسان و دوما یک مسلمان اصلا نمیتونم بیخی اصلا روییم از دست رفته. و مثلا من گفتم یعنی به نظر شما همچین راهی نیست که ما بتونیم 1 میلیون جوان مسلمان در 1 میلیارد 400 میلیون 1 میلیون جوان مسلمان مجاهد مؤمن جمع کنیم که بتونیم حداقل این صف ظلم بشکنانیم. چون اگه ما این کار نکنیم و اگه یا جلو بیاین تمام کشورهای اسلامی پشت سر هم میان. اما اگه ما این کار بکنیم میگیم 500,000 نفر ما رو میا بکشن، ولی بالاخره این حساب کار دستشان میاد، میفهمن که مسلمان‌ها پشت هم استاد هستن. الله المستعان. الله المستعان. باشه در این مورد صحبت میکنیم برادر عزیز. تشکر آقای انصاری، موفق باشی. خیلی ممنون از فرصتی که دادین. انشالله سلامت باشید. برادر عزیز و بزرگوار، بیایید یک سری واقعیت ها رو قبول بکنیم. امروز در غزه 2 میلیون نفر، تقریباً 2 میلیون نفر، بیش از چند چیز در حدود 100,000 نفر به شهادت رسیده باشن. آمار رسمی که اعلان شده بیش از 60-70,000 نفر است. اینایی که مفقود الاثر هستن، اینایی که زخمی هستن، اینایی که شاید بر اساس جراحت از فوت بکنن، چیز در حدود 100,000 نفر. یعنی 2 سال است که همه دنیا شاهد این بدبختی و این مصیبت و این ظلم و ستم هستن، اما از هیچ کس صدا در نمیاد و هر کسی که صداش رو بلند بکنه سرکوبش میکنن. هفته گذشته که زنگ زده بود خودش رو سنی هم معرفی میکرد، میگفت که آقا این عکسایی که از کودکان غزه پخش میشه اینا فتوشاپ است، اینا حماس اینا رو درست میکنه، اینا فتوشاپ است، اینا اصلی نیست. دوست عزیز، وقتی که ما این گونه عقل‌ها رو در بین خودمون داشته باشیم، چه توقع دارید؟ آیا سرزمین غزه یا فلسطین یا سرزمین‌های اشغالی مسلمان‌ها رو ما میتوانیم آزاد بکنیم؟ با کی میخواید آزاد بکنید این سرزمین‌ها رو؟ با جوانی که عقیدش درست نیست، باور 100% به دینش نداره، التزام به دینش نداره. یعنی این جوان آیا حاضر میشه در راه دین جانش رو فدا بکنه؟ این رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه زحمت کشیدن، یک نسلی رو تربیت کردن، نسلی که حاضر بود در راه دین از جان خودش بگذره. وانگهی سبب این همه بدبختی و مشکلاتی که امروز در غزه هست، خب همین کشورهای اسلامی که در دوروبر غزه هستن،
و کشورهایی که با غزه مرز دارن مانند مصر و کشوری که تقریبا در حدود 100 میلیون جمعیت داره و این 100 میلیون جمعیت، من یک روزی در مورد ظلم و ستم هایی که بر مسلمانان در افغانستان میشد یا در تاجیکستان حتی ذکر کردم که اگر 1 میلیون نفر بیان حاضر بشن که در راه دین خودشون رو قربان بکنن، آیا این برای 1 میلیون نفر این دولت ها میتونن 1 میلیون نفر رو بکشن، 1 میلیون نفر رو زندان بکنن؟ نمیتونن. اما از بیغیرتی 1.5 میلیارد مسلمان هست که 2 میلیون مسلمان در اونجا داره زجر میکشه. یک جوانی مثلا با احساس مثل شما، یکی دیگری در کشوری دیگه، شما الان مثلا بلند شید به طور مثال از آلمان میخواید من میخوام برم به فلسطین کمک بکنم، کجا میخواید برید؟ مجبورید که برید مصر. در مصر تا بفهمن که شما میخواید برید چیز، همونجا تو فرودگاه قاهره میگیرنتون، میندازن زندان، دیپورتت میکنن دوباره آلمان. یعنی مشکل ما در این است. من در یکی از برنامه‌ها ذکر کردم که آقا سبب بدبختی و مشکلات ما همین سازمان‌های اسلامی هستن. ذکری از اخوان المسلمین و اشتباهاتشون شد. در حد رسید که خیلی اومدن ما را تکفیر کردن که این آقا تکفیری است. در زمان حسنی مبارک همون طاغوت، همون ظالم، همون ستمگر هیچ وقت این گونه وضعیت سر مردم فلسطین نیامده بود. اخوان المسلمین و مردم مصر قیام کردن، اخوانی ها اومدن به قدرت رسیدن. همین اخوان المسلمین اومد وزیر دفاع حکومت مرسی رحمت الله علیه، مرسی و اخوان المسلمین اومدن همین سیسی رو وزیر دفاع تعیین کردن. همین سیسی رو وزیر دفاع تعیین کردن. چند روز پیش یکی از همین اخوانی ها بزرگانشون در صفحش نوشته بود که اینایی که دشمن اخوان المسلمین هستن، اگر که امروز مرسی زنده می بود آیا اجازه می داد که مردم غزه اینجوری ظلم و ستم بکشند؟ و این اخوان المسلمین رو به خاطر همین مردم بدشون میاد. بابا جان کجای کاری تو؟ عقل داری؟ اصلا حافظه میموریت کار میکنه یا نه؟ یا مادربردت فعال است یا نه؟ همین سیسی که امروز مرز رو بسته و نمیگذاره یک بطری آب برای مردم غزه بره، بابا جان همین سیسی رو اخوان المسلمین و مرسی به عنوان وزیر دفاع در حکومتشون تعیین کردن. وقتی میگیم آقا اینا منهج ندارن، اینا گمراه هستن، اینا شکست خورده هستن، اینا در سیاستاشون اشتباه کردن، اینها در این 60-70 سال وهم فروختن به جوانها، به ما دروغ گفتن. حرکت اخوان المسلمین و این احزاب سیاسی که بودن، علی رغم فداکاریاشون، قربانیاشون، همه چیزشون رو قبول داریم. الله متعال شهداشون رو رحمت بکنه، از زجر و شکنجه‌ای که کشیدن الله سبحانه و تعالی اجر و پاداش بهشون نصیب بکنه. اما شکست خوردن. آقا تو یک خائن رو، یک کسی که منافق هست، تو اون رو آوردی وزیر دفاع در حکومت تعیین کردی، بعد از اون کودتا میکنه، رئیس جمهور رو زندان میکنه، بعداً میکشه، این همه بزرگان اخوان مسلمین رو این میکشه. عقلتون کجا بود؟ منطقتون کجا بود؟ بعد همه در اون موقع میگفتن که آقا این سیسی یک از اعضای اخوان مسلمین است. میگن در جلسات که مینشستین سیسی وقت نماز که میشد میگفت با اجازهتون، تلفن رو برمی‌داشت زنگ میزد، میگفت که بچه‌ها نمازتون رو خوندید؟ به بچه‌هاش خونه زنگ میزد، خانم به بچه‌ها بگو که نمازشون رو سر وقت بخونن. آقا این وزیر دفاع رو همین اخوانی‌ها تعیین کرده بودن در مصر. بابا این که از مبارک بدتر در اومد. مبارک حداقل یه غیرتی داشت، یه غیرت عربی که داشت حداقل. خب من یادم میاد اون موقعی که یک بار دیگه محاصره کرده بود اسرائیل، مبارک اومد گفت که اگر که تا ظرف 3 روز محاصره غزه یا مناطق همین کرانه باختری و غزه اینجا بود، اگر تا 3 روز محاصره رو اسرائیل بر نداره، نه آمریکا برام مهم است نه اسرائیل، ما وارد عمل میشیم. والله اسرائیل ترسید محاصره رو برداشت. بابا جان امروز این رهبری که امروز در مصر داره حکومت میکنه، سیسی، این آقا وزیر دفاع حکومت اخوان المسلمین در مصر بود. شما همچین شخصی رو اگر نشناختید فتلک مصیبتون، اگر شناختید و آوردید فالمصیبت اعظم. ببینید گاهی اوقات بیم خودمون رو ملامت بکنیم. احزاب اسلامی، رهبران مسلمان، علمای ما، دعوتگران ما، چند تا عالم دین ما امروز
آماده است که بره آقا سر مرز کشور خودش وایسته اونجا بگه یا منو بکشید یا من میرم به کمک فلسطینی‌ها. چند تا جوان حاضر است؟ چند تا کشور اسلامی حاضر است که روابط اقتصادیشو با غرب قطع بکنه؟ به خدا قسم امروز نفت قطع بشه برای آمریکا، اسرائیل به زانو در میاد، اما هیچ کس حاضر نیست. آیا ایرانی که داد و بیداد میکردن که کمک برای فلسطین و فلان، همین بعد از جنگ 12 روز که صلح کرد نمیتونستی که شرایط صلح رو این قرار بده که راههای امداد به غزه باز بشه؟ هیچ کس نمیخواد، نه ایران میخواد، نه مصر میخواد، نه کشورهای اسلامی میخوان، نه غیر اسلامی میخواد. آقا میگن بذارید همین 2 میلیون نفر در اونجا از گرسنگی بمیرن، برای هیچ کس مهم نیست. بدبختی در اینجاست برادر عزیز. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله متعال حالت هیچ قومی رو تغییر نمیده تا که خودشون در خودشون تغییر ایجاد بکنن. امروز معادن ما، نفت ما، گاز ما، سرمایه‌های کشور اسلامی همه در خدمت دشمنان اسلام است. علامه اقبال میگه خدا آن ملتی را سروری داد و در ادامه میگه که خدا با آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگری کشت. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، با آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگری کشت. امروز کشورهای اسلامی دهقاناش برای کی دارن میکارن؟ برای دشمنان اسلام دارن میکارن. امروز کدام کشور اسلامی حاضر شده که پیپسی کولا و KFC و نمیدونم کوکاکولا و همین مارکای یهودی که هست اینا رو ببنده؟ هیچ کس. مردم بایکات کردن اما کشورها نبستن. یعنی واقعا دردناکه. یعنی شما فکر کنید پیش چشم شما کودکانی هستن که جان میدن از گرسنگی. شما صبح غذا نخورید تا ظهر در این تابستان، ببینید چه وضعی رخ میده بر سرتون. و کودکانی هستن، حالا بزرگا رو نمیگیم، کودکانی هستن که 2 روز، 3 روز، 4 روز، 1 هفته غذا برای خوردن پیدا نمیکنن. بعد یک گوساله بلند میشه میگه که اینا فتوشاپ هست، اینا رو حماس درست کرده برای جلب همدردی انسانها و کشورها. یکی به نام شیعه، یکی به نام سنی، یکی به نام حنفی، یکی به نام داعشی، یکی به نام سلفی، یکی به نام مدخلی، همه به جان هم افتادن و در اونجا 2 میلیون نفر دارن. یک واقعیت تلخ دیگری رو بگم، من خیلی متردد بودم، والله 2 ماه هست که میخوام این رو بگم، در درونم نگه داشتم، استخاره میکنم بگم نگم. میگم امروز. دوستان عزیز، امروز قبل از من و تو و مسلمانان و مصر و اردن و کشورهای عربی و جهان اسلام، مگر مسئولیت متوجه فلسطینیان نیست؟ مگر در رام الله فلسطینی نیست؟ در الخلیل فلسطینی نیست؟ در قدس فلسطینی نیست؟ در کرانه باختری فلسطینی نیست؟ اونا کجا هستن؟ چرا اونا صداشون در نمیاد؟ شما یادتون میاد در دهه 80، در دهه 90، بعد از سال 2000 در انتفاضهایی که انتفاضه الاقصی که شروع شد، مردم در همه فلسطین اشغالی بلند شدن به خیابونها ریختن. اسرائیل به زانو در آمد، زندگیشون تعطیل شده بود، مجبور شدن که کرانه باختری و غزه و رام الله و این مناطق رو به فلسطینیا خودمختاری بدن. امروز اونا کجا هستن؟ چرا اونها نمیریزن در خیابانها؟ چرا اونها تظاهرات نمی کنن؟ چرا اونها با سنگ و چوب و آنچه که در دست دارن بلند نمیشن؟ برادر فلسطینی در مقابل فلسطینی داره کوتاهی میکنه. چرا؟ آقا اون یکی نمیدونم سازمان آزادی بخش فلسطین است، اینا حماس هستن، اونا دارن برای اسرائیل جاسوسی میکنن، خوشحالم هستن، دارن از دور نگاه میکنن، خوبه که بمیرن، اینا حماسی‌ها هستن. قبل از من و تو مسئولیت متوجه اونهاست. اونا چرا حرکت نمیکنن؟ تا حالا شنیدید که بلند شده باشن در قدس و در رام الله و در این مناطق، مثلا در الخلیل و در اینجا بلند شده باشن تظاهرات کرده باشن؟ در انتفاضه اقصی هزاران نفر شهید دادن. بیان امروز شهید بدن اونها، بیان در خیابانها. والله اسرائیل و آمریکا همشون به زانو در میاد، اونها هم دارن کوتاهی میکنن.
کشورهای همسایه هم دارن کوتاهی میکنن، امت اسلامی داره کوتاهی میکنه، کشورهای اسلامی دارن کوتاهی میکنن، بشریت داره کوتاهی میکنه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. درباره مثلا این غزه و اسرائیل، مثلا شما به عنوان عالم دین مثلا بهترین چی راه حل چیه؟ با جنگ حل نمیشه. مثلا جنگ آخرش بالاخره باید قبول کرد که اسرائیل هم قدرت بزرگه و نمیشه واقعا سخت پیروز باشه. راه حل همین نیست به نظر شما که مثلا زندگی کنن، حالا چه بیداره، حالا مثلا اونا یهودی باشن، مسلمانان بغلشون زندگی کنن، دو تا کشور مستقل باشن مثلا، حالا به هر دلیل حالا گرفتن دیگه چیزی که اتفاق افتاده. ببینید این مثلا در 1400 سال گذشته همین یهودی‌ها در کنار مسلمان‌ها در فلسطین زندگی می‌کردن، کسی اونا رو که بیرون نکرده بود از اونجا. بله. الان مثلا من یک مثال بدم، ناراحت نشید، میخوام مثال بدم که متوجه بشیم. مثلا من بیام خونه شما، درسته؟ بله. بعد به شما بگم که مثلا اسم شما باشه احمد. احمد آقا میشه خونتون رو ول کنید برای من، شما برید در مهمانخانه زندگی بکنید، این خونه و زندگی مال من باشه؟ بیاید که با هم دیگه جنگ و دعوامون نشه، خلاصه جنگ نکنید، شما به من چیزی نگید، خونه مال من، مهمانخانه مال تو. قبول میکنید؟ ایدئال که نیست، نه ایدئال نیست. اگه دست خودم باشه حق اگه در نظر بگیرید، نه حق نیست، ایدئال هم نیست. ولی خب وقتی که یه قلدری میاد تو خونه میگه برو تو خونه زندگی کن، آقا زورم هم نمیرسد، چیکار کنم؟ زورم هم نمیرسد. خب شما دو راه دارید، دو راه دارید، یا که بجنگید، یا که بجنگید، یا که مسالمت آمیز رها بکنید. اونا بیشترن، بالاخره زورشون بیشتره، قلدرترن به هر دلیلی. درست. خب فلسطینی‌ها دارن همین کارو میکنن. فلسطینی‌ها چی میگن؟ میگن ما زورمون میرسه. میگه الان مثلا در این 2 سال گذشته شما دیدید که چقدر انسان‌هایی از بین، خاصا از افغان‌های ما، شما چقدر کسایی اومدن گفتن که آقا این حماس اشتباه کرد، چرا 7 اکتبر حمله کرد، نباید میکرد، این بود اون بود. آیا در این 2 سال از یک مادر فلسطینی که فرزندش از گرسنگی در غزه مرده همین حرف رو شنیدید که چرا حماس این کارو کرد؟ نمیدونم، شاید گفته باشن، کسایی هستن فکر کنم تو فلسطین کسایی هستن که ضد حماسن، میگن این جنگ نگفتن، یعنی از همون مردمی که در غزه بودن تا حالا یک مورد رخ نداده که آقا یک زنی، یک مردی بلند شده باشه گفته باشه چرا مجاهدین این کارو کردن که ما به این روز بیفتیم؟ شاید گفته باشه، کی میدونم. والا انقدر خبرنگار BBC و صدای آمریکا و دوچه وله و دنبال این چیزا میگردن که کوچکترین نقطه ضعفی رو پیدا کنن نشر میکنن. آیا این رو نشر نمیکنن؟ همین الان مثلا تو یه گروه هست میگیم که مثلا یهودی کمک میکنن بهشون که با حماس بجنگن. خب همینا ریشه تو همونه دیگه. خب اینا یک گروهی هستن که اونها رو در اونجا کاشتن به خاطر این که بدیلی باشه برای حماس در آینده در اونجا. لکن امونا هم تا الان یک موردی اتفاق افتاده که تونسته باشن از یک زنی، مردی، پدری، مادری که در مناطقی که زیر دست حماس باشه یک مصاحبه بگیرن که آماده باشه که اینا اشتباه کردن که این کارو کردن. همشون میگن که خوب کار کردن، ما حاضریم که تا آخرین قطره خونمون در اینجا بایستیم. چون ببین برادر، مسئله این است که غزه جنگ وارده. حالا آقای انصاری جنگ وارد شده، وقتی تو جنگ تو اسمش چیه، توی چیز قرار گرفته، ما توی عمل قرار گرفتن حالا باید چیز کنن. اون کسی که مخالفم بوده حالا موافق شده چون که کشورشه، حالا تو جنگ باید یه طرفو بگیره. نه مسئله جای دیگه است دوست عزیز، چون پیش از 7 اکتبر مردم در غزه روز خوشی نداشتن. یعنی شما غزه رو تصور بکنید، از حدود 25 سال به این طرف غزه تبدیل شده به یک زندان، یک زندان بزرگی که 4 طرفش دیوار هست و در این زندان بزرگ 2 میلیون نفر زندانی بودن.
نه آب، نه غذا، نه پول، نه تجارت، هیچ کارشون بدون اجازه اسرائیل صورت نمیگرفت. درسته، من که نمیگم اونجا یه شرایط منصفانه بوده یا که مثلا همه چیز ایدئال بوده، ولی خب یه ظلم قرار گرفته بوده، ولی خب این اتفاق مثلا بدتر شده، یعنی چیزی نبوده، چیزی که آدم باید تدافعی، یعنی وقتی که زورش به نظر من و شما بدتر شده، به نظر من و شما بدتر شده، اما به نظر مردم غزه چی است؟ میگه که جنگ زندگی احدى الحسنیین است، یا پیروزی است یا شهادت. ما شهیدم بشیم پیروزیم، پیروزم بشیم پیروزیم. این معیار رو درک این معیار ایمان میخواد. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه وقتی که شمشیر به سرش خورد گفت فزت و رب الکعبه، پیروز شدم به خدای کعبه. حالا بر اساس معیار ما حضرت علی کشته شد، حضرت علی از بین رفت، حضرت علی مرد، حضرت علی شهید شد، اما چرا حضرت علی میگه که پیروز شدم به خدای کعبه؟ گاهی اوقات کشته شدن پیروزی است. یه آدم با خلوص باشه، یه انسان با تقوا باشه، درست از نظر یه انسان با تقوا، ولی خب توی این دور زمانه خب همه که نیستن اینجوری. خب مثلا تو 2 میلیون هم شاید انسان. حالا یک چیزی بهتون بگم، در این دور زمان من با تقواترین، با ایمانتر از مردم غزه ندیدم. کسی میخواد خوشحال بشه، کسی میخواد ناراحت بشه. با ایمانتر نظرتونه، کسی حق نداره ناراحت بشه. تشکر شما. ولی خب بالاخره انسان‌های هم هستن که دوست دارن مثلا زندگی کنن، یه زندگی نرمال داشته باشن، بچه‌هاشون درس بخونن، خونه درست کنن، ماشین داشته باشن. اینجور آدم‌ها توشون هست. بله، الان کل دنیا اعلان کردن که آقا هر کس میخواد از غزه بیاد بیرون در یک جای دیگه زندگی بکنه، اروپا، آمریکا، کانادا، اردن، مصر، هر جایی که بخوان ما براشون جا میدیم. چرا مردم غزه نمیرن؟ اگه واقعا اون خلوصی که شما گفتین دارن که واقعا به خاطر همون دلیل شاید هم، ولی خب همیشه کشورهای عربی هم اگه نگاه کنید مثلا سیاستشون هیچ وقت فلسطینی‌ها رو هیچ وقت نمیخواستن ساکن مثلا اقامت دائمی بشن، چون که میگفتن اون آرمان مثلا فلسطین، کشور فلسطین از بین میره ما اگه فلسطینی‌ها رو جابجا تو کشورمون جا بدیم. اما هست الان مثلا اردن، شما میدونید که اردن حدود 60% فلسطینی هستن. سوریه، لبنان، کشورهای بازم اردنی نیستن، یعنی هنوزم به عنوان شهروند درجه 2 شاید گفتم چون نه شهروندی دارن، همشون پاسپورت دارن، تابعیت دارن. حتی همسر ملک عبدالله فعلا پادشاه اردن همسرش فلسطینی است. یعنی درسته که بعضی از کشورها اردن از این کشورهای یک کمی چیزه، اردن یک کمی سیاستش اینجوریه که مثلا همین الان تو جنگ چیزام خب مثلا تو جنگ موشک‌های ایران خب جلوش گرفت. حالا درسته که طرفدار ایران اصلا نمی‌کنه، اصلا بی‌طرف میمون، یعنی مثلا هر دو تاشون دشمن بود، حالا فرق نمی‌کنه. شما میگین که تو جام مثلا کمک کرد به اسرائیل، خب سیاستش خیلی معلوم نیست اردن. در این شکی نیست که اینا همه خائنن برادر عزیز. تشکر از شما. تشکر از شما. ما سوالات به اون نشده بود. بفرمایید. یک سوال دیگه بپرسید، دوستان زیادی پشت خط هستن. بفرمایید. من اهل تشیع، من این چیزایی که میگیم درباره اهل تشیع مثلا بعضی چیزایی که مثلا میگن واقعا من گوش میدم، مثلا انتقاد خوبه، چیزایی هم که مثلا بعضی انتقاداتون مثلا بجاست، درسته. من واقعا خودم به عنوان مسلمان میدم، مثلا من خودم دیگه به صحابه اون شکی که مثلا تو چیز هست، ولی با مثلا افراطی نمیگم، من به صحابه به احترامی نمیکنم، میگم اگه اشتباه کردم با خداست آقا. ما هم همینو میگیم. اصلا حرف شما، یک چیز به شما بگم، حرف شما دقیقاً حرفی است که الله متعال در قرآن میگه. الله متعال میگه تلک امتون قد خلت، این امتی است که در گذشته رفته هست. لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، هر چه کردن برای خودشان کردن، شما هر چه کردید برای خودتان میکنید. ولا تسألون عما كانوا يعملون، از شما نمیپرسن که اونها چه کردن، از شما میپرسن که شما چه کردین. منابعمون محدوده، ما که تو دور زمینه نبودیم که ببینیم که کی واقعا حق با کی بوده، نبوده واقعا
حالا این همه حدیث مثلا اینا حدیث هم حالا نمیگیم که مثلا شما هم که نمیگید 100% حدیث های اهل سنت همشون صحیحه، نه درست. من اصلا یه چیز دیگه بگم خدمتتون، ما و شما تو این دنیا داریم به سر کله هم دیگه میزنیم، یکی میگه علی بر حق بود، دیگه میگه عمر بر حق بود. من میترسم روز قیامت علی دست عمر رو بگیره، هر دوتاشون برن جنت، من و تو پشت در بمونیم اونجا. آره به خدا همه آخرش همینطوری کاسه داغ‌تر از آب. بله. یک موضوع دیگری خدمت شما عرض کنم. شما شیعه هستید، من به خدا قسم میدونید ما تقیه نداریم. من یعنی در دین اهل سنت تقیه نیست. من برادر شیعه‌ای که شرک نیاره، به صحابه توهین نکنه، به امهات المؤمنین توهین نکنه، میگم برادر مؤمن ماست. اگر با همین عقیده و ایمان بمیره وارد بهشت میشه. این اسمام مهم نیست. به خدا من این سنی خوب دیدم، شیعه خوب ندیدم. یه چیز دیگه هم بگم، حالا بقیه بفرمایید. این شیعه مثلا تو ایران شیعه ملی شده، تقریبا شیعه ایرانی شده. واقعا شیعه‌های بقیه مثلا شیعه‌های بقیه کشورها به این حد مثلا تفرید ندارن توی چیزاشون. مثلا این شیعه ایران اصلا خود شیعه ها رو اذیت میکنن. شیعه ایرانی حتی مثلا در همین افغانستان شیعه و سنی با هم دیگه ازدواج میکردن، در مراسم عزا و عروسی هم دیگه شرکت میکردن، مشکلی نداشتن. از موقعی که این نظام آخوندی اومد این اختلافات رو دامن زدن بین مسلمان. خدا این چیزش که ایرانی شده، این اصلا یه چیزی شده. مثلا من فکر نکنم مثلا شیعه عراقی یا شیعه لبنانی اصلا به این شدت اینقدر مثلا چیز باشه. اینا مثلا من خودم تو ایران درس خوندم، واقعا اصلا نجات پرستی در همه دنیا منفوره، ولی تو ایران نجات پرستی یه چیزی که بهش میبالن. یعنی اصلا یه چیزای اصلا قاطی شده با یه چیزای ملی شده، اصلا مذهب نیست همش. من یک موضوعی که مثلا خیلی سبب اختلاف بین شیعه و سنی میشه این توهین به حضرت عایشه است. درست؟ حضرت عایشه همسر پیامبر است. درست؟ به خودم به شیعه میگم حق نداره. بله. الان من یک چیزی به شما بگم. دقیقاً من همین رو میخوام به شما بگم. یعنی فردای شما یا هر کسی دیگه روز قیامت جلوی پیغمبر وایسته، پیغمبر بگه که بابا جان شیعه بودی، سنی بودی، هر چی بودی برای خودت، لکن به خاطر من نمیشد دهنتو نسبت به زن من ببندی چیزی نگی؟ درسته. شما حالا مثلا میگم از یه مثلا یه تفکر یا مثلا یه دین عوض کردن انسان واقعا یه جسارتی میخواد که هر کسی توی دنیا نداره آقای انصاری. خب درست. شما صداتون بلند تولگو، شما مثلا خیلی مثلا شانس کمه که اگه بخواین یه سنی رو شیعه کنیم یا شیعه رو سنی کنیم، هر کسی که همچین فکری میکنه فکر نکنه موفق بشه. ولی همینقدر که مثلا بگین آقا توی این چیزا شکه، آقا توی این چیزا شما چرا چیزی که شکه توش دینتون ازتون میگیرید؟ تو کجای شیعه نوشته که اگه شما به شیعه مثلا به عایشه تو اگه توهین نکنی تو مسلمان نیستی، تو کافری؟ نه، هیچ جای شیعه نگفتم. چرا نمیتونن مثلا نباید بکنن؟ هیچ کس از ائمه اهل بیت علیهم السلام از سیدنا علی گرفته برو تا حضرت مهدی که شما بهش اعتقاد دارید که به دنیا آمده، ما میگیم به دنیا نیامده. حالا غیر از حضرت مهدی 11 امام شیعه که اینها بزرگان ما هستن، باور به خدا کنید یکی از اینها نگفته که فحش دادن به صحابه ثواب داره، یکی از اینها نگفتن لعن کردن عایشه ثواب داره، یکیشون نگفتن. فکر نکنم همین الان تو کتابی جایی منبع معتبری باشه که آقای انصاری، من اونقدر الان مثلا کتابو مستقیم نمیخونم، من مطالعه‌ام در حد همین ویدیو هست، ولی فکر نکنم توی جایی شیعه هم همچین چیزی نوشته باشه که تو اگه لعن بگی به مثلا به این کسا تو دینت کامل میشه یا کفر میشه اگه نگی. البته اینا رو بعداً نوشتن، اینا رو کسایی نوشتن که مثلا 300 سال بعد از وفات پیامبر، در سال 300 هجری، یعنی 3 قرن بعد از پیامبر. مثلا تو دین کامل میشه اگه نگی این خورا رو، مثلا اگه این تو لعن نفرسی به عایشه مثلا تو مسلمان نیستی، همچین چیزی نوشتن؟ متاسفانه نوشتم. مثلا مجلسی یک بابی داره میگه باب فضیلت لعن ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه. خب فضیلت که یعنی ثواب داره، ولی که نگفته که مثلا تو مسلمان نیستی، نماز مثلا شما شاید شنیده باشید از دور و برتون از آخوندا میگن که ما شیعیان اعتقاد به تولا و تبرا داریم. منظور از تولا و تبرا میدونید یعنی چی؟ بله من
تولا و تورا. بله شنیدید. تولا بله جزء اصول دین میدونن. تولا یعنی قبول کردن ولایت اهل بیت، تبرا یعنی براءت جستن از ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه. نه اسم نیاورد آقای انصاری. من اون چیزی که من یاد گرفتم یعنی میگه از بدی نباید براءت کنید و از خوبی باید براءت کنید. اما این تفسیرش رو در کتاباشون نوشتن، متاسفانه نوشتن. حتی خمینی اون چیزی که من خوندم از بچگی بهم یاد دادن طبقه گفت از مثلا از اون بعد از اون گناه دوری کن و از خوبی باید شما مثلا چیز کنید، مثلا اطاعت کنید یا مثلا پیروی کنید. اما وقتی که برگردید در کتب بله انا وقتی که برگردید به کتب بزرگان متاسفانه این مطالب هست و اینا سبب اختلاف بین امت اسلامی است. من لحظات پیش نشون دادم که مثلا در تفسیر آقای علی ابن ابراهیم قمی که در قرن سوم میزیسته میاد میگه که علیاذ بالله همسر پیامبر مرتکب زنا شده. یعنی این چیزا هست متاسفانه در کتب. والا اشتباهست دیگه اگه گفتنم که دیگه. تشکر از شما دوست عزیز. والا خوشحال شدم یک برادر عزیز شیعه با اخلاق و ای کاش همه مثل شما باشن. انشالله کسی انتقاد بپذیره، هر کسی میتونه اشتباه داشته باشه، ولی مهمه که مثلا حتی سنیش هم میتونه یه عقیده اشتباهی داشته باشه. باید هر کسی انتقاد کنه با عقلش بتونه بسنجه مسائل. هیچ مشکلی نداره. هیچ آدمی هر کی میتونه، هیچ اشتباه انسان جایز الخطا. درست. تشکر از شما. قربان شما. زنده باشید. خداحافظ شما. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری، این چیزی که امروز مردم بی‌دفاع فلسطین متحمل میشن، قتل عام میشن، این تمامش زیر سر اینمی حکومت صفوی ایران است. شما ببینید به اندازه که حکومت صفوی ایران از قتل عام و کشته شدن مردم فلسطین خوشحال میشه، به خدا که نتانیاهوی جنایتکار خوشحال نمیشه. این اعتقاد نیست. ولی یک مثال میگم چطور حکومت رافضی آخوندی صفوی با اهل سنت داخل کشور خودش نگاه درجه‌سی و 4 داشته باشه و حتی بکشه و لموش هم مردمش هم که دستش برسه هر کاری بخواه بکنه علیهش و اجازه اهل سنت اجازه خواندن نماز در تهران و نداره شخص خدا برای موارد تجاری میرم هرمان بدل میمونم که یک روز جماعت بخونم. سفارت تقریبا 10 سال پیش سفارت رفتیم نماز جماعت، وقتی که صف یک طولانی شد بیرون برآمدیم نیروهای انتظامی ریختن که بگیرین اینا را. خب ما اسناد اینا داشتیم و بعد نامه آمد به سفارت که دیگه برادر جماعت مماعت ده حتی به صحن اولی خود سفارت هم نیار کوشش کنیم داخل اتاق بخوادیم. یعنی ایت یک حکومت آخوندی که با سنی اهل سنت جماعت که زیر نام برش انتخاب کردن وهابیت میگه در حقیقت اهل سنت را ما چطور باور بکنیم که با مسلمانان سنی فلسطین همکار باشد؟ ببینید استاد انصاری، یاسر عرفات آمد به تهران وقتی 6 روز از انقلاب از یاد تیر نشده. خب وقتی که یاسر عرفات تمام جریان‌ها را دید در سال 1993 وارد پیمان اسلو شد تا بتونه از طریق مذاکرات بر ترتیب به یک سلسله مسائل مثلا دست پیدا بکنه. و به طریق جنگ نمیشد. امریکا و تمام غرب در پشت اسرائیل بودند. به نظر ما فکر خوب بود. اردن از این طریق مناطقش نگرفت، صحرای سینا را مثل مگر از طریق مذاکرات بالاخره نگرفت. وقتی که وارد مذاکرات شد ولی ایران به خاطر نفوذ منطقه‌ایش تحت نام فلسطین مثلا میخواد به نفوذ منطقه‌ای دامن بزنه، این از طریق صلح تشکیل یک کشور سنی مذهب در این منطقه و نه ایران نبود شروع کرد برای یک سلسله کارهای نظامیگری شروع کرد تا بتونه مثلا بر ترتیب همین نقطه نظامیگری در این منطقه تقویت کنه منتها در جهت منافع خودش، نه به خاطر دفاع از مردم فلسطین، نه به خاطر دفاع از ارزش‌های دین، نه به خاطر قبله مسلمان، نه به خاطر این مسائل، صرف به خاطر نفوذ منطقه‌ای خودش. اگر بسیار
فکر خوب بود که بتونه از طریق مذاکرات برطرف. اما سال 1997 تشکیلات خودگردان فلسطین درش دادن بیاید ما ارزیابی میکنیم ببینیم که اگر شما چه قسم عمل کرد میکنیم بعدا اجازه میدیم تا بتونیم که دو تا کشور تأسیس شود. نظری بود که ملک فیصل در روز ما داده بود که برادر عزیزم باید که دو تا کشور در اینجا تأسیس شود، یعنی فلسطین و اسرائیل، که ملک فیصل هم از طریق اون برادرزادیش و به نفوذ موساد اینا متاسفانه به شهادت رسوندن. او یک تنها فردی بود در اون منطقه که از لحاظ سیاسی بسیار نظریات خوب میداد. خب ما چطور باور بکنیم که ایران حکومت رافضی حامی مسلمان هست تا تانست مسلمان ها را اینمی ها برادر عزیزم ضربه رساندن، با افغانستان حمله کردن ناتو یا حمایت کرد، به عراق حمله کرد اینا حمایت کرد، دوش اینمی سربازان ناتو اینا قرار داشتن دوششان حتی که جنرال از دست روی میزد که ما بر شما اطلاعات میدیم. خب اینایی که کفار اجازه دادن به سرزمین اسلامی بیا، کفار اجازه دادن همکاری کردن سرزمین اسلامی را اشغال کنن، مسلمانان را قتل کنن، ما یا مسلمان هستن. زمان یک مسئله گفتیم که شیعه که نه موحد بود که نه هم آدم خوب بود میره بهشت. شما اگر چنین کسی را یافتید با ما هم بگوین که ما دوست موندم به افغانستان هستیم، دوست و رفیق داریم، ولی متاسفانه اکثرشان نظرشان یک مورد است. تهمت به صحابه کرام، حد که حرمت صحابه کرام اینا تمامشان یک مورد است. یعنی هیچ وقت یادتان نیست که این اعتقاد را نداشته باشند. تمام اینا فهم شده از طریق حکومت رافضی ایران است در اینجا و تمام اینا به شکل سیستماتیک در ذهن از اینا یعنی وجود داره. شما موحد نه مگر اینکه تقیه بکنه بعضی می عمر رضی الله تعالی عنه الهی و اینا تمامش تقیه است. در اصلشان شما وقتی در علاقات درسیشان میشنید تماما میبینین که توهین اصلا ثواب دارد. توهین به حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق اینا جزء از ثواب محسوب میشد. این یک چیزی از استاد انصاری شما یعنی میخواستم میره بگم که حکومت رافضی ایران اولا خود هیچ وقت نماینده اسلام نیست که بعضی وطن‌ها ما حمایت میکنن که والا فلسطین اسرائیل تو است، ولی او هم ظالم است، این هم ظالم است، ولی خدا شاهد است که از بدتر از این حکومت رافضی است. شما یک بار بسنجید تمام موارد را ببینید، تاریخ را نگاه بکنید، مطالعه بکنید، میبینید که این خیلی خطرناک است و تمام همکاری ها با اسرائیل همکاری کردن. حکومت صدام حسین شفق تبادل اطلاعاتی بود، نفراشان میرفت و میآمد و چیز به اسرائیل تا بتونن این حکومت ها را تضعیف کنند. تمام حکومت ها را تضعیف کردن در اینجا و پیش از اون حکومت شاه مگه بود با چون روابط بسیار نزدیک با اسرائیل داشت در جنگایی که در سال 1967 و در جنگای یوم کپور اینا بود، تمامش حکومت ایران حمایت میکرد. تمام به خاطر یک کشورهای قدرتمند خاورمیانه بود. اسرائیل حکومت میکرد. پیش از او غیر آخوندی و آخوندیش تمامش اینا دشمن جهان اسلام بودن و دشمن جهان اسلام هستن. تمام شواهد برای ما اینمی چیزی را میگن و مردم ایران هم که در صدای ما را میشنون بسیار مردم تمام اکثریت غیر از جنوب شرق و برادران اهل سنت ما تمام مردم نجات پرست و نگاه از بالا و پایین به نسبت به تمام مردم منطقه دارند و تاراج تاریخ و تاراج افتخارات منطقه را به نام خود ضرب زدن. کار از این مردم است. شما این مردم هستن که شما ببینید ناموی نان نمیتن، کرایه اجاره که ما اجاره خانه که ما داره پیشکوی دادن هم نمیتن. مردمی کار میکنن، حکومتی کار نمیکنه، مردمی کار میکنن. این مردمشان دچار یک گسست فکری قبلا به شما استاد انصاری زنگ زد، گسست فکری و انتقاد فکری بسیار شدید است. اگر نه جنبن بسیار خطرناک است برای خودشان و ان شاء الله که امید به این هستیم که جامعه اصلاح شود تا منطقه جامعه ایران اصلاح شد، تا منطقه اصلاح شود. تشکر از شما، زنده باشید. الله متعال کنه. بیننده گرامی بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. همراه آقای محمد انصاری. بله بفرمایید. سلامت باشید استاد. تلویزیون ندای حق درست؟ بله بفرمایید. ببخشید اول از شما از تمام کارشناسان شما تشکر بسیار زیاد. ببخشید یک مولوی هست از افغانستان به نام آخوند صدیقی. خب بله
میشه صدا رو از طریق شبکه قطع کنید، این تو خصوصی صحبت بشه. شما اگر لطف کنید پیام بفرستید در واتساپ، پیامتون رو میشنویم انشالله. ما واتساپ فرستادیم، شما جواب ببخشید جواب ندادید. خب به نوبت جواب میدیم، چون که پیام ها زیاد است، یعنی روزانه شاید صدها پیام بیاد، ولیکن حتما پاسخ خواهیم داد انشالله. ببخشید خودشان قبلا به سخنرانی های تقریبا توی یوتیوب گوش کرده باشید، خودشان چیزایی پرداختید به صحبت های زود، بعد چجوری صحبت میکنه از موضوعات مطمئنه، چجوری این تو به این سادگی که شما انتقاد از حرفای زیاد داشتید. ببینید آقای صدیقی خطیب است. خطبا اومد سر منبر که اومدن باید مجلس رو گرم بکنن، با داد زدن، با سر و صدا کردن، با موضوعات عجیب و غریب بیان کردن، با داستانهای خرافی بیان کردن، با روایت‌های بی سند و بی مدرک و ضعیف. خطبا عموماً مشکل دارن، یعنی متاسفانه علمای ما خطبای ما نیستن و خطبای ما عالم نیستن و این یک مشکلی است که امروز در جامعه اسلامی متاسفانه الا در بعضی از مناطق که علما خطیب هستن که ما این مشکلات رو نداریم، اما در مناطقی که خطبای ما عالم نیستن متاسفانه به خاطر گرم کردن مجلس سر و صدای الکی را انداختن، روایت‌های راست و دروغ رو بیان کردن و اینا متاسفانه چی بهتون بگم دیگه، این از علامت‌های آخر الزمان هست برادر عزیز. الله متعال هدایتشون بده. نایامین بعد ببخشید مثلا یک وقتی مشخصی غیر از برنامه نمیشه فرصتی تعیین کنید با شما انشاءالله تماس داشته باشید؟ من در فکر این هستم که یک روزی رو اختصاص بدم که کلاً در غیر برنامه به تماس ها پاسخ بدم. انشالله یک روزی رو تعیین میکنیم و اعلان میکنیم از طریق صفحه یوتیوب. در اون موقع دوستان میتونن تماس بگیرن به شکل خصوصی بدون که صداشون در برنامه زنده پخش بشه، میتونن صحبت بکنن. باشه، ممنون استاد از شما. سلامت باشید. تشکرش. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. عزیزان در اتاق فرمان، دوستانی که پیام میفرستن، خواستن پیام صوتی، حتما برای من بفرستن که من پیام‌هایی که عاجل باشه خاصتا که پاسخشون رو بدیم به یاری الله متعال. عزیزی نوشتن که کلیپی رو دیدم که یک آخوند در یک برنامه گفت که ذوالقرنین همان کوروش کبیر است و اون رو شخصیت یکتاپرست معرفی کرده بود. آیا واقعا ذوالقرنین همان کوروش است؟ دوستان عزیز، ببینید ما در مورد شخصیت‌ها و داستان‌هایی که در قرآن کریم ذکر شده به همون اندازه‌ای که در قرآن و سنت ذکر شده به همون اندازه اعتقاد داریم، اما آنچه که در کتب آسمانی دیگر و در روایت‌های تاریخی و در داستان‌های عامیانه ذکر شده اونها رو نه رد می‌کنیم نه قبول داریم. گفتن خدا می‌داره راست است دروغ است. این که آقا بیان بگن ذوالقرنین کوروش بوده، هیچ سند و مدرکی برای این وجود نداره. عده‌ای هستن میگن که ذوالقرنین اسکندر مقدونی بوده، کسی که شهر اسکندریه در مصر رو تأسیس کرده و میدونید که کشورگشایی بوده و ایران و افغانستان و مناطق کنونی را به همین هند و اینجا لشکرکشی کرده. عده‌ای میگن که آقا اسکندر بوده، عده‌ای میگن کوروش بوده، اما هیچ دلیلی منطقی وجود نداره و هیچ دلیلی که ثابت بکنه که آیا واقعا ذوالقرنین کوروش است وجود نداره. بلکه بعضیا اومدن به خاطر اینکه اون دوران ما قبل اسلام رو در ایران تجمیلش کنن یا زیبا جلوه بدن، گفتن آقا در اون زمان مثلا کوروش کبیر بوده که کوروش کبیر همون ذوالقرنین است. و در ایران این قضیه کمی به اصطلاح نژاد پرست های فارس با آخوندهای شیعه اومدن خواستن یک هماهنگی با هم دیگه داشته باشن، یک رنگ و بوی دینی هم به اون نژاد پرستی بدن، گفتن آقا کوروش کبیر هم یک پیغمبری بوده و موحد بوده و فلان بوده از اینا. اما هیچ کدوم اینها از نگاه شرعی، از نگاه دینی، از نگاه سندی ثابت شده نیست. امکان داره باشه و امکان داره نباشه. اما آنچه که کوروش بوده و فلان بوده، بعضی ماها گذشته پرستیم، داشتیم، بودیم،
کردیم، اینا مهم نیست. به قول معروف میگن داشتیم حساب نیست، داریم حساب است. اینایی که از منشور حقوق بشر کوروش صحبت میکنن، اینایی که از نمیدونم تاریخ 2500 ساله صحبت میکنن، آقا منشور حقوق بشرشون رو هم دیدیم در 2-3 هفته گذشته در برخوردی که با مهاجرین افغانی داشتن. حقوق بشرشون رو هم دیدیم، انسانیتشون هم دیدیم، شرافتشون هم دیدیم، وجدانشون هم دیدیم، تشیعشون رو هم دیدیم و محبتشون به زبان فارسی و سرزمین فارس و به قول خودشون ایران بزرگ رو هم دیدیم. و عرض کنم دیگه آنچه که واضح و آشکار جلوی چشم ما رخ داد رو دیدیم. اینا دیگه نیان از این چیزا صحبت بکنن یا نخوان این مسائل رو به خودشون بچسبونن که آقا ذوالقرنین هم کوروش بوده، که حالا بوده مثلا این چی رو میخواد تغییر بده؟ تویی که در امروز در قرن 21 در ایران زندگی میکنی، اگر دین اسلام، اهل بیت پیامبر، کوروش کبیر، ذوالقرنین یا تاریخت یا فرهنگت برای تو انقدر انسانیت رو در وجود تو قرار نداده باشه که با یک امنوع خودت، با یک انسان چگونه برخورد بکنی، دیگه لعنت به این تاریخ و به این افتخار و به این عظمتی که شما بهش اعتقاد دارید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام آقای انشاری، عبدالله هستم. ببخشید آرامم نگیره، گفتم باش دوباره زنگ بزنم اگر اجازه باشه، یا اگر وقت نداری که قطع کنم دیگه کس کنم. بفرمایید، 4 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. بفرمایید. چشم خیلی تشکر. ببخشید من همیشه برنامه‌تونم کامل تا آخرین دقیقه سر می‌کنم، یگان وقت دیگه آرام بیشترم گپ زدم و خیلی تشکر. من فقط یک چیز به یک بیننده زنگ زدم که شما خیلی تشکر کردی، گفتم که ما توهین یا نمی‌کنیم. من گفتم بزرگ بالاتر از این توهینی نیست که در عقیده در کتابت باشه که عمر دختر پیامبر کشت. این دیگه بزرگترین توهین است. به نظر من از این بزرگتر توهین دیگه وجود نداره. کسی که ما میگیم اسلام را به ما رسانده و 12 سال خلیفگی کرده که در هیچ تاریخی نشانش نیست، حتی در زمان خلافت حضرت علی هم همچین خلافتی وجود نداشته که عمر کرده. بعد بگیم می آمده دختر پیامبر خودش را او هم تازه 6 ماه بعد از وفات پیامبر کشته. خود بزرگترین توهین است که تمام تشیع قبولش داره. چی بگوی؟ یک لحظه فقط در همینجا من خدمت شما عرض بکنم، چون انقدر که من با شیعه سر و کار دارم شاید هیچ کسی دیگه سر و کار نداشته باشه. یعنی روزایی شده که در شبکه وصال من شاید به 100 تا 150 تا تماس تلفنی پاسخ دادم پشت صحنه. این تماس هایی که در برنامه زنده بود که هیچی. اما برادر عزیز، واقعیتش اینه که من خیلی از شیعیان رو میشناسم، حتی از علمایشون، که به این عبارت گفتن و این یک حرف حقی است. میگه که اگر علی به این راضی شده باشه که عمر اومده باشه در خونش رو شکسته باشه و به پهلوی زنش در رو زده باشه و به صورتش سیری زده باشه و نمیدونم پهلوش رو شکسته باشه و بچهش رو سخت کرده باشه و این علی هیچ عکس العملی نشان نداده باشه، از این علی بی غیرت‌تر در دنیا وجود نداره. این خیلی از شیعیان هستن، بله خیلی از شیعیان هستن که اصلا این روایت ها رو قبول نمی کنن، اصلا با عقل جور در نمیاد. علی که مثلا در خود بهارالانوار میگه که در زمان خلافتش علی میگه یک روز شنید که مثلا یک نفری اومده در مورد نمیدونم به چی حرفی زده، میگه سر راهشو گرفت، گفت به خدا اگه دفعه دیگه این حرف رو شنیده باشه این لگدمو بلند میکنم از مدینه میزنم که معاویه تو شام از سر تختش بیفته. یعنی فکر بکنید این لگد حضرت علی انقدر دراز بوده که از مدینه تا شام میرسیده، فاصله حدود 2000 کیلومتر را. خب این لگد حضرت علی در روزی که عمر اومده پشت در کجا بود؟ با یک لگد میزد از عمر رو لت و پار میکرد. ثانیاً اون عمری که ما میشناسیم انقدر بی غیرت نبوده که بره در خونه پیامبر رو آتیش بزنه و دختر پیامبر رو کتک بزنه. نه علی که اینها معرفی میکنن اون علی است که ما میشناسیم، نه این عمری که اینها معرفی میکنن اون عمری است که ما میشناسیم. دقیقاً حضرت علی اصلا در کتاب نهج البلاغه من دارم در خانه، خیلی میخوانمش. من یک روز که یک بچه خیلی جوان بود، طالب چی میگن امیره، یکی طلاب حوزه علمی مشهد بود، میشناسم از افغان خود ماست. کتاب نهج البلاغه دمی سقف دمی ببخشید در روی چی میگن دمی روی
نامش به فارسی یادم رفتم، روی تاقچه بود. درست. بعد من گفتم تو اونو نهج البلاغه رو بیار، یک دانه عقیده‌ای که تو داری چی از فروع و چی از اصول دینی تا به من نشان بده. اگر بود من اینمیگه جلوی اینم مهمان شیعه میشم. خب نتونست. 7 سالم درس طلبی خوانده بود. خب به هر حال میگم حضرت علی در نهج البلاغه یک سخن خیلی خوب داره، ببخشید در پر الکلام مطور الکلام به حضرت علی نسبت میتن. در اونجا میگه حضرت علی میگه اگه تمام دنیا یک طرف شوند و من تنها باشم هیچ وقت از گفتن حرف حق چیز نمیکنم، اصول نمیرم. یعنی خب این پس حرف حق بوده. این تابلوز خوبی به هر حال. یا یعنی من گفتم که بزرگترین توهین یعنی اینمیست که اگر بگویی عمر دختر پیامبر کش، اصلا نه به علی کار دارم نه به این کار دارم نه به او کار دارم. به عنوان عمر یک دانه شاگرد محمد بوده، بعد از او دخترش کشت و 12 سال حاکم سرزمین‌های اسلامی بوده و سرزمین‌های اسلامی را قدر گسترش داده و نمیفهم خدمت به جامعه کرده. خودش بزرگترین توهین است. و دومین عرضم ای بوده که میگه که شما پیشتر زدید، من می آخرین گفتانه که گوش کردم، واقعیت اگر یا دلشان اگر یا واقعیت فرهنگ و تاریخ چند هزار ساله داشتن و منشور ای را می نوشتن، اصلا او را میذاریم کنار. یک دانه مرجع تقلید، 5 تا مرجع تقلید بزرگ فعلا این میار در ایران زندگی میکنن، آیت الله وحید خراسانی و نمیفهمی دیگه شیرازی و یا کلشان یک دانهشان فتوا ندادن که آقا جون همین مردم افغانه، مجردش که بیرون میکنی بیرون که خیر است بخاطر مسائل امنیتی، همین زن بچه دارش بیرون نکن، چون افغانستان فعلا حکومت طالبان حکومتی است که 4 سال پایه گذاری شده. این زیر ساختایی را نداره که 1 میلیون جمعیت تو یک دفعه از ظرف 3 ماه بیرون کنی پذیرش کنن. باز یک چیز بدی هم از افغانای خود ماست که میان انتقاد میکنن از طالبا هر بدی دارن جای خودشان. من شاید درست که شما به خاطر طالب بحث هم کردم یکم چیزشه، اما این را باید در نظر بگیریم. آلمانی که ما آمدم 11 سال پیش تقریبا 1 میلیون جمعیت هم نامده بود، دست و پایشان مردم گم کرده بود اینجا، در حالی که کشوری است که 300 سال از اینمی چی میگن امی سیستمش و اینمی زیر ساختایش بنا شده، هزاران دانه که میلیون ها شرکت و میلیون ها دانه بیمارستان و سیستم آب و فاضلاب کل چیزی شوکی است. اما طالب بنده خدا، عالم بنده خدا که میگم یعنی هم کسایی که خدمت میکنن، همین مردم بیچاره 4 سال یک دولتی را از یک جمهوریت از یک دولت 20 ساله تحویل گرفتن که غیر از دوزی دیگه هیچ کاری نکنن. هنوز هم دارن 500,000 600,000 نفر در 3-4 ماه پاکستان و تاجیکستان و افغانستان ایران دیپورت کردن، رسیدگی میکنن. بازم ما مردم تشکر نمیکنیم. این اموگپی را که پیشتر شما زدی، هر انسان وقتی که کبر میکنه سر حاکمش، حالا حاکم هر جور باشه، حاکم اصلا حاکم فاجر باشه فاسق باشه، ولی ما حق نداریم که ضد حاکم فاجر یا فاسق ما مسلحانه قیام کنیم. نه، همیشه با نوشتن با کلام کاری که شما میکنید، چون هر چی باشه یک حاکم حکومت اسلامی داره پیش میبره. اگر ما بخوایم قیام کنیم دقیقاً همین قضیه مردم غزه خواهیم اینطوریست، مردم فلسطین ضد حکومت عثمانی قیام کردن، گفتن حکومت عثمانی مسلمان اینی کارا رو میکنن، بلا اینی بلا سرشون اومده. ما مگر ضد اینمی طالب قیام کنیم، حالا هر ظلمی که سر زن میکنه یا مرد میکنه کار ندارم، یک چیزای اشتباهه، منتها ما ضررش را میبینیم 100% نمیبینیم. به خاطر هم یک از همین شبکه شما یک خواهش دارم، لطفاً هر کی در هر جای دنیا هست حمایت کنین از مردم خود ما، از کشور ما حمایت کنیم که فردا روز تو آوارا بدبخت بیچاره نشیم در کشورهای دیگه که کلگی اعتراض کلگی مثلا از ما بدش نبیه. حمایت کنیم. آقا ما نمیخوایم از مثلا مراقبت الله حمایت نمیکنیم، ما از سیستم و نظام اسلامی خود ما حمایت کنیم، از سیستم و نظام کشور خود ما حمایت کنیم. اگر انتقادی هم داریم که خودکار که نوشتن از طریق شبکه‌های اجتماعی نه که تفنگ در دستت بگی باز برو بیادب کشی بکن. درست. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعال است. تشکر از شما که فرصت دادید آقای انصاری. سلامت باشین. زنده باشید. تشکر از این برادر عزیز و از تک تک شما عزیزان که تماس گرفتید و نتونستیم صدای شما را بشنویم. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر امیتون رو به الله متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نداء الحق صوت قد شجاني